فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. پس اگر نمی‌دانید از آگاهان بپرسید. به نام الله، مهرورز مهرگستر. بهترین ستایش ها از آن الله است، پروردگار جهانیان، بخشنده مهربان، مالک روز جزا. بارالها، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. پس ما را به راه راست هدایت فرما، راه آنان که به دیشان نعمت داده ای و نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. آمین. بارالها بر محمد و آل محمد درود فرست، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی، و بر محمد و آل محمد برکت عنایت فرما، آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت عنایت فرمودی. و با هزاران درود و سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، الله رو شاکریم که یک بار دیگر توفیق خدمت به شما خوبان و مهربانان رو به ما عطا کرد و با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ و پاسخ گفتن به پرسش های شما بینندگان عزیز در مسائل فقهی و مواردی که متعلق به موضوع برنامه هست، به همراه کارشناس محترم برنامه جناب استاد مولانا عبدالقدوس دهقان. جناب استاد سلام عرض میکنم خدمت شما و صحبت ابتدایی شما رو با بینندگان عزیز میشنم. خدمت شما و همچنین تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در فرصت زمان این برنامه در خدمت جناب علی و همچنین بینندگان عزیز و ارجمند انشاءالله خواهم بود. جناب استاد، بخاطر تراکم سوالهای بینندگان عزیز و به هر حال تماس‌ها را انشاءالله خواهیم داشت، من مستقیم سر اصل مطلب و سوالهای بینندگان عزیز میرم. بیننده با 4 شماره آخر 1861 پرسیدن: سلام علیکم، خدمت شما اساتید بزرگوار شبکه وصال حق، در مورد نماز صلات التسبیح اخیراً فتواهایی شنیده می شود مبنی بر نخواندن آن و اینکه سند ثابتی ندارد. لطفاً راهنمایی بفرمایید. اجرکم عند الله ابو حفص از مشهد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و نصلی و نسلم علی صفوت خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در واقع همون گونه که خود این بیننده هم اشاره کردند، درباره نماز تسبیح اختلاف نظر وجود داره در میان فقهای مذاهب اسلامی و حتی در میان فقهای هر مذهب به صورت جداگانه، و این برمیگرده به اختلافی که در صحت دلیل و سند این نماز در واقع وجود داره. صلات تسبیح رو دلیلی که قوی تر از همه هست امام ترمذی و امام ابو داود و بسیاری دیگر مانند حاکم از محدثین حدیث رو در واقع روایت کردند و روایتش هم از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه است. و اصل جریانی هم که رخ داده اون گونه که در این روایت اومده این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عموی خودش حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمودند که من میخوام به تو یک هدیه رو بدهم و یک در واقع تحفه‌ای هست، و نهایتا این روش نماز تسبیح رو برایشون بیان کردند که اگر تونستی در هر روز این نماز رو بخون، نتونستی در هر هفته بخون، اگر باز هم برات مشکل بود در هر ماه بخون، اگر در ماه مشکل بود در هر سال یک مرتبه بخون، اگر در هر سال هم برات مشکل بود حداقل در کل عمر خودت یک مرتبه این نماز رو بخون. متن حدیث بر این گونه هست و به اصطلاح مژده هم که در این حدیث وارد شده این است که الله متعال برای کسی که این نماز رو بخوند گناهانش رو الله متعال، گناهان گذشته و آیندهش رو معاف خواهد کرد. منتها همون گونه که اشاره کردم در مورد صحت این حدیث و ثبوت این حدیث که آیا این حدیث اساساً فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست یا خیر، در این مورد هم اختلاف هست. بالفرض این که بپذیریم که این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند، بنابر اصول محدثین این حدیث ضعیف هست.
در خود این مسئله هم بحث است که آیا اساسا این میشه گفت که حدیث هست، گفتار رسول الله صلی الله علیه و آله هست یا خیر، که برخی از علما مانند علامه ابن جوزی رحمت الله علیه در کتاب الموضوعاتش این حدیث رو جز روایات ساختگی و دروغین قلمداد کرده، نسبت داده بله که واقعیت نداره. رسول الله صلی الله علیه و آله چنین فرموده ای رو در واقع نفرمودند و کلام ایشان نیست و روایت ساختگی و جعلی هست. و ضعف در سند هست یا در متن یا هر دو؟ در هر دو، یعنی هم سندش مشکل دارد و هم متنی که دارد و این کیفیت نمازی که در واقع وجود دارد این یک نماز بی سابقه هست. و میشه توضیح بدید درباره خود شکل نماز هم برای احیانا عزیزانی که نمیدونن؟ شکل نمازی که در روایت اومده به این گونه هست که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند به حضرت عباس رضی الله تعالی عنه که و کیفیت این نماز 4 رکعت نماز است، یک نماز تسبیح، یک نماز 4 رکعتی هست و در مورد قیام و رکوعش و قرائت مثل بقیه نمازها است، مثل یک نماز 4 رکعتی که نمازهای سنت که در تمام رکعاتش هم سوره خونده میشه و هم سوره مثلا حمد خونده میشه. منتها تفاوتی که با بقیه نمازها دارد این است که بعد از قرائت سوره یعنی فاتحه و سوره رو وقتی خوندن روشش این است که 15 مرتبه بگوید سبحان الله و الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر، یعنی این جمله رو، این هر 4 تا ذکر رو 15 مرتبه به این مرتبه به این منوال تکرار بکند. 15 مرتبه در قیام، بعد از این برود در رکوع و در رکوع هم اضافه بر اون تسبیحاتی که هست، اضافه بر تسبیحات خود رکوع سبحان ربی العظیم، بعد از اون 10 مرتبه در رکوع این ذکر رو کامل بخونه سبحان الله و الحمد لله لا اله الا الله و الله اکبر. بعد از این که از رکوع بلند شد دوباره 10 مرتبه در رکوع، وقتی که از رکوع بلند شد دوباره 10 مرتبه دیگر برود در سجده 10 مرتبه بخوند، از سجده که برخاست در میان 2 سجده باز هم 10 مرتبه، سجده دومی باز هم 10 مرتبه، از سجده دومی که دوباره برخاست باز هم 10 مرتبه قبل از این که بلند بشود برای قیام 10 مرتبه دیگر این اذکار رو باید بخونند که مجموعاً در هر رکعت 75 مرتبه باید این تسبیح خونده بشه. این کیفیت نماز هست و از نظر کیفیتش متفاوت با بقیه نمازها هست و از نظر ثوابش متفاوت با بقیه نمازها هست، از نظر زمانش متفاوت با بقیه نمازها هست، از نظر اختیاری که داده برای انتخاب زمان مخالف با نمازهای دیگر است. کلاً یک نماز بی سابقه هست و در هیچ روایتی نداریم. با توجه به این که ما میدونیم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امور خیر و برای توبه کردن، برای استغفار کردن، برای انجام دادن اعمالی که گناهانشون رو ببخشه، میزان ثواب اونها رو بالا ببره، بسیار حریص بودن. کوچکترین موردی رو که سراغ داشتند که این عمل میتونه کفاره گناهان ما باشه، میتونه میزان حسنات ما رو زیاد بکنه، قطعا اون انجام میدادن و در این مورد در هیچ روایتی نیومده. یعنی از این حدیث که بگذاریم این فقط در تمام روایتی اومده در همین قالب اومده، در هیچ روایتی نیومده که رسول الله صلی الله علیه و آله این نماز رو خونده باشن. ترغیب کردن اون گونه که در این روایت اومده، اما خودشون خونده باشن دلیلی نداریم. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، علی یا هر یکی از صحابه دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این چیزی رو ما نداریم که ایشان در واقع پایبند چون این نمازی باشند که نماز را خونده باشند. همین گونه که قبلا اشاره کردن در این مورد در خود این سند این روایت و هم در متنش اختلاف وجود داره و اختلاف در صحت یک حدیثی این مبنا شده برای اختلاف اقوال فقها و مذاهب اسلامی. و اینو من به صورت یک قاعده کلی عرض بکنم خدمت شما که در هر موردی که در اصل مسئله اختلاف هست، در یک مسئله فقهی و یک مسئله شرعی، میبینیم که در اصل مسئله اختلافات زیادی وجود داره، خصوصا که مثلا دلیلش یک دلیلی باشه، از یک فردی مثلا روایت شده باشه، میبینیم که اقوال فقها متعدد هست و آرایشون با هم دیگر در واقع اختلاف نظر و دیدگاه دارن. این دلیل بر ضعف اون حدیث هست. حتما این حدیث از دیدگاه این محدثین یا فقها اشکالی داشته که به خاطر این اشکال نظرشون هم کاملا متفاوت بوده و این حدیث هم این گونه هست. حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه درباره نماز تسبیح یکی از احادیث مختلفی هست. اختلاف در صحت این حدیث در مون گونه قبلا اشاره کردن بسیار زیاده، یعنی در این زمینه 3 تا نظر و دیدگاه وجود داره. برخی از بزرگان مانند ابن جوزی که کلا قبول ندارند که این حدیث حدیثی باشه،
اصلا اینو به عنوان حدیث پیامبر به صورت کلی قبول ندارن. در کتاب الموضوعات این ذکر کرده، یعنی جز روایات ساختگین رو قلمداد کرده. این یکی از گروه هستند. گروه دیگری از علما هستند که این روایت رو صحیح میدونند، گفتن این روایت صحیحی هست و وقتی که صحیح باشه پس بنابراین این نماز یک نماز مستحبی هست و من جمله حضرت علامه آلبانی رحمت الله علیه این حدیث رو جز احادیث صحیح معرفی کرده. و در وسط این اقوالی هست و اکثر محدثین این قول رو دارند که این روایت ضعیفی هست. یعنی قول اکثر محدثین در این زمینه این است که این روایت نه صحیح هست اونگونه که آلبانی گفته و نه موضوع هست اونگونه که ابن جوزی گفته، بلکه این روایت ضعیفی هست. و اصولا در روایاتی که در احکامی که روایتشون ضعیف باشه، اساسا از روایت ضعیف ما نمیتونیم یک حکم شرعی رو استنباط بکنیم. وقتی که روایت ضعیف هست ما مطمئن نیستیم که این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، پس بنابراین نمیتونیم یک حکم شرعی رو بر این مبنا ما قرار بدیم. و جالب هست که امام ترمذی رحمت الله علیه وقتی که این حدیث رو ذکر میکنه در کتاب سنن خودش، بعد از این تعبیر رو داره که در این زمینه روایات متعددی وجود داره، منتها هیچ کدوم از این روایات خالی از ضعف نیست، یعنی همهشون در واقع ضعیف هستند. و این به عنوان یک قاعده هست، اگر واقعا یکی از این روایات صحیح می بود، یکی از این روایات حداقلش صحیح می بود، ما میتونستیم روایات دیگر رو هم به خاطر اینکه شواهد و متابعاتی باشند برای روایت اولی میتونستیم بگیم اینا هم صحیح لغیری هستند یا حسن لغیری هستند و تقویت میشد. اما زمانی که تمام اینها ضعیف هستند، حتی در حد موضوع بودن و جعلی بودن رفته، پس بنابراین نمیشه که این روایت رو تصحیح کرد. و نظر ما هم در این زمینه نظر اکثر علما هست، این روایت ثابتی نیست، خالی از ضعف نیست، هم در نظر متنی و هم از نظر سندی. پس بنابراین بهتر هست که انسان مسلمانی که باید پایبند شریعت باشه و احکام اسلامی باشه و دین خودش رو از یک منبع و از یک شاهراه قوی و محکم و صحیح بگیره، مناسب نیست که به چنین کاری اقدام بکنن. منتها به خاطر امانت علمی من اینو عرض میکنم که برخی از علمای بزرگوار ما مانند عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه این نماز رو میخوندند و بعضی همون قبلا هم اشاره کردم مانند شیخ آلبانی رحمت الله علیه این حدیث رو صحیح گفتن. منتها اگر انسانی میخواد که واقعا اون گونه که مستند باشه عمل بکنه، قلبش آرام بگیره، نظر اکثر علما این هست که این حدیث ضعیفی هست و نمیتونه مستند یک حکم شرعی قرار بگیره. خیلی ممنون و جزاکم الله خیرا. بیننده دیگری پرسیدن که سلام علیکم، با 4 شماره آخر 0531. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از برنامه خوبتون. سوالی داشتم، اگر کسی بدون روسری وضو بگیرد اشکالی دارد یا نه؟ ممنون از برنامه. در این زمینه یعنی هیچ گونه اشکالی نیست، هیچ یک از فقها معتقد به این نبوده. این برمیگرده به تصورات و مفاهیم نادرست و اشتباهی که در میان برخی از خانواده ها و احیانا در برخی از مناطق وجود داره که زن همیشه در هر حالی که هست، ولو این که در محیط خانه باشه، ولو این که انسان نامحرمی اصلا وجود نداشته باشه، و حتی متاسفانه در برخی از مناطق حتی در هنگام خواب هم زن اجازه نداره که روسری خودش رو از سر خودش کنار بزنه. اینا یک برداشت های نادرستی هست و یک نوع حساسیت های بیجایی هست که در این زمینه وارد شده. در مورد زن فقط اون پوششی که هست، یعنی برای این هست که خودش رو از نگاه نامحرم حفظ بکند، یعنی در جایی که نامحرم وجود داره نباید زینت خودش رو، آرایش خودش رو نشون بده، سر و صورت خودش را بپوشاند. و در هنگام نماز هم اون به اصطلاح پوشش شرعی رو باید مراعات بکند، سرش، دست و پایش رو باید کاملا بپوشاند، اونگونه که از حدیث حضرت سلمه اگر اشتباه نکرده باشم اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله از ایشون سوال شد که آیا زن میتونه که در یک چادر کامل، تنها فقط در یک چادر نماز بخونه، پوششش این باشه؟ فرمودن بله، به شرط این که این لباسی باشه که تا پایشون رو کاملا بپوشونه، حتی پشت پایشون رو بپوشونه. گرچه این حدیث هم خالی از ضعف نیست، منتها حکم شرعی در این مورد این است که لباس زن در هنگام عبادت و پوششی که باشه این است که باید تمام
تمام بدنش کاملا پوشیده باشه به جز صورتش و پشت دو دستش. این قول اکثر علما هست. اما در هنگام وضو هیچ گونه شرطی وجود نداره زن چه روسریش کنار رفته باشه، این هیچ تأثیری در صحت وضو نداره. صحت وضو بستگی داره به همون ارکان وضو که شستن دست و صورت و پا و مسح سر هست و قبل از اون هم که به اصطلاح نیت هست. این شرایط فراهم بود وضو کاملا صحیح است. پوشیدن سر در هنگام وضو برای زنان نه لازم هست و حتی نه مستحب هست. هیچ گونه تأثیری در صحت وضو نداره. حتی شاید مانع مسح سر هم بشه پوشیدن سر. قطعا یعنی اگر یعنی بگونه‌ای باشه که نمی شود که از زیر آن سر رو مسح کرد، این هم جای سوال داره که بسیاری از فقها اینو لازم میدونه حتی بر روی خود موی سر. این اکثر قول اکثر علما هست که حتی یعنی مسح رو بر روی چادر یا بر روی عمامه بیشتر فقها اینو در واقع قبول ندارن در صورتی که عذر شرعی در این زمینه وجود نداشته باشه. جناب استاد، حالا درباره بحث روسری برای خانم‌ها و بانوان شما اشاره فرمودید. بعضی از مواردی که احیانا در جامعه ما شاید بسیار از بینندگان هم باش در تماس باشن بعد جا افتاده باشه، بحث برداشتن روسری در نزد محارم، یعنی برادر، مثلا دایی، عمو، پدر، فرزند، این چه حکمی داره در داخل محیطی که خب فقط همینها هستن و نامحرم دیگری نیست؟ این هم جز مواردی هست که جایز هست از نظر شرعی برای کسی که محرم هست و نکاح با اون حرام هست، نمیشه که ازدواج کرد. منتها ما در اینجا دو تا اصطلاح ما داریم، یکی محارم هستند و دیگری محرمات هستند. یعنی برخی موارد جز محارم هستند مانند پدر، مانند برادر، مانند عمو، مانند دایی، مانند برادرزاده و خواهرزاده، اینها جز محارم هستند. در این حال که جز محرمات هم هستند، یعنی ازدواج این فرد با مثلا خواهر و با برادر یا عمو مثلا با برادرزاده به هیچ عنوان اینها جایز نیست. هم جز محارم هستند و هم جز محرمات هستند. اما مواردی دیگری داریم که اینها فقط جز محرمات هستند، جز محارم نیستند، محرمات هستند. مانند مثلا ازدواج کردن با دو تا خواهر. وقتی که یک فردی میاد در یک خانواده داماد میشود، یکی از دخترای این خانواده رو به ازدواج خودش در میآورد، از نظر شرعی این مرد نمیتواند با خواهر زن خودش در واقع ازدواج بکنه. یعنی خواهر زن میشود جز محرمات، یعنی ازدواج با اون حرام هست و این یک چیز موقتی هست. این حکم محارم رو نداره. محرم حساب نمیشه، درست نیست. به هیچ عنوان محرم حساب میگن. محرم محقق هست، یعنی جز محرمات محقق هست که تا زمانی که این زن و شوهر این نکاحشون به اصطلاح استوار هست، این فرد داماد این خانواده هست، خواهر این فرد رو داره، نمیتونه با خواهر دیگرش ازدواج بکنه. به محض این که از دنیا برود یا طلاقش بدهد، این حرمت برداشته میشه، میتونه با خواهر دیگرش در واقع ازدواج بکنه. این جز محرمات هست. اما برای محارم اشکالی نداره که زن چیزی رو که عادتاً ظاهر میشه ما ظهر منها باشه، که مانند این که دستش برهنه باشد، پایش برهنه باشد یا سرش برهنه باشد، اینا جایز هست و اشکال شرعی نداره. پس رابطه بین مثلا داماد و خواهر زن یک رابطه مثل دو تا نامحرم کامل. دو تا نامحرم کامل هست، 100% با هم دیگر نامحرم هستند، اما موقتا ازدواج با اون در واقع درست نیست. این به خاطر یک نوع حرمت موقتی هست، اما به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم که محرم شمرده میشه. به تعبیر دیگر تمامی محرم ها جز محرمات هستند. محرم نیست. بله، اون کسانی که محرم هستند هم حرام ازدواج با اونها در میان یکدیگر، اما محرماتی که وجود دارند اون جز محارم قرار نمیگیرند. بیننده دیگری پرسیدن با 4 شماره 2174: السلام علیکم. اگر زنی طلا دارد اما اختیارش را ندارد و علاقه به داشتنش را هم ندارد، آیا زن باید زکاتش را بدهد؟ ممنون از برنامه خودتان. ایوبی از سوئیس. یکی از مواردی که در واقع جز شرایط زکات هست برای وجوب زکات مطرح شده و تمام فقها اینو بالاتفاق قبول دارن، ملکیت تامه هست که یک انسان بر اون موردی که زکات بر اون لازم هست این ملکیت تامه و کاملی رو داشته باشه. به این معنی که اختیار اون مال رو و صرف کردن اون مال را، دخل و تصرف در اون مال را کاملا داشته باشه، هم ملکیت داشته باشه بر اون مال اضافه بر ملکیت
ملکیت اون مال جز اموالی باشه که زکات بر اونها لازم هست. زیرا استاد ملکیت ببخشید من کلامتون، ملکیت یعنی چی؟ یعنی که به اختیار خودش باشه، تو حساب شخصی خودش باشه؟ نه، و این منظور نیست که تو حساب خودش باشه یا در دست خودش باشه. پولی هست که ملکیتش صاحب بودنش یعنی مال اون برای اون محرز هست. همه میگن این پول مال فلانی هست، در ملکیت فلانی هست، اختیارش با فلانی هست که مال خودش هست و در اختیار خودش هست، به این معنی که میتونه در اون مال دخل و تصرف بکنن، نه به این معنی که حتما باید در خونه اونو داشته باشد، حتما باید در حساب شخصی خودش باشد، شاید پیش کسی دیگری امانت گذاشته باشد، شاید به کسی قرض داشته باشد، شاید با پدر و مادرش باشد، اما هر وقتی که بخواهد اونو در واقع میتونه که از اون مال استفاده بکنه و اختیارش داره. این میگن ملکیت شرعی هست. اگر عرض کردم که برای ثبوت زکات هم باید ملکیت باشه و هم این که اون مال به مقدار نصاب برسه، یعنی هر مالی چه کم و چه زیاد زکات نداره، حتما باید تا یک سقف مشخصی باید برسه که به اندازه به قیمت 20 مسقال طلا باشه یا 200 مسقال نقره یا 200 درهم نقره باشه. به این مقدار که برسه زکات داره. و همچنین اقلام دیگری که زکات بر اونها واجب میشه مانند گاو و گوسفند و شتر، هر یکی یک سطح معینی رو دارن. این شرط دومش هست، اول این که ملکیت داشته باشه، بعد از این حتما باید اون اموال جز اموالی باشند که زکات بر اونها لازم می شود. شرط سوم این که بر اون مال یک سقف مشخصی رسیده باشد و شرط چهارم این است که یک سال قمری کامل بر اون مال گذشته باشد. این 4 تا شرط رو داشت، در واقع زکات بر اون لازم میشه. اما اگر ملکیت به این معنی هست که این زن اصلا هیچ اختیار اون مال رو ندارد، اگر بخواهد اینو صرفش بکند، به کسی هدیه بدهد، نمیتوند از این مال برداشت بکند. اگر بخواهد برای خودش وسایلی، لباسی، چیزی بخرد، بهش نمیدن این پول رو که صرف خودش بکند، یعنی هیچ گونه ملکیتی رو ندارد. در این صورت زکات هم بر اون لازم نیست اگر واقعا ملکیتی رو ندارد. اما اگر در ملکیت خودش هست، هر زمانی که بخواهد اون پول بهش برمیگردد و طرف مقابل هم اقرار میکند که این مال شما هست، در این صورت زکاتش بر زن لازم. پس جناب استاد احیانا من مسئله که حالا این مرحله بیننده پرسیدن، طلا، مقصد طلایی که برای خانم ها هست، چون بعضی جا پیش میاد که مثلا آقا شوهر طلا میخره ولی خانم میدونه که اختیاری نداره در استفاده از اون طلا، یعنی برمیگرده به خود شخص و اگر میدونه که مثلا میتونه استفاده بکنه و اختیار داره، براش واجب میشه به اون شرایطی که شما گفتید درش باشه. این اگر این طلا مثلا جزء مهریه هست، این اساسا حق در واقع زن هست، این حق زن هست. اگر بالفرض این حق زن که به عنوان مهریه هست بر گردن شوهر هست که عند طلب یا عند الحاجه میگن که باید بهش پرداخت بکنیم، اگر زن واقعا قطعا ناامید شده، امیدی نداره که این شوهر این مبلغ را به صورت کامل یا یک بخشی رو به اون پرداخت بکنه و کاملا ناامید هست، زکاتش بر اونم لازم نیست. و حکمش بنابر قولی که بسیار از علما اینو راجح قرار دادن، در قول و فتوای امام مالک رحمت الله علیه هست که هر وقت بالفرض الان ناامید هست، هر وقتی که این مال به دستش اومد و در اختیارش اومد و تونست در اون دخل تصرف بکنه، 1 سال گذشتهش رو زکات بده. فقط 1 سال از سالهای فرض کن 10 سال 20 سال با هم دیگر زندگی میکردن، ناامید بوده از این که این مهریه رو در واقع دریافت بکنه، اما بعد از 20 سال میبینیم که شوهر به نان و نوایی رسید و این مبلغ رو برگردون به این خانم، در اون زمان میتونه فقط 1 سال زکاتش رو بده، ان شاء الله سالهای قبل بر اون زکاتی متعلق نمیشه. خیلی ممنون. بیننده دیگری با پیش شماره 4 تا شماره آخر 0541 فرمودن که سلام، من حوالی به مبلغ 4 میلیون تومان برای یک نفر فرستادم به پاکستان و مبلغ 4,950,000 تومان چکی 4 ماهه گرفتم. آیا این پولی که من گرفتم حلال است یا حرام؟ در واقع تبادل ارز یا پول در مقابل پول، این حتما باید اساساً باید به صورت مساوات باشه، با هم دیگر کاملا برابر باشن و شرط دومش این است که حتما باید نقد باشه، یعنی معامله پول با پول مثل معامله طلا با طلا یا معامله نقره با نقره، اینا قطعا باید نقدن باشند، نسیتاً اصلا معامله جایز نیست، منتها در صورت حواله‌ای که انجام می شود. حواله از یک شهری به شهر دیگر، از یک کشوری به کشوری دیگر انجام می شود، طرف در اینجا پول رو مثلا پرداخت می کند، تحویل می دهد، در یک کشور دیگر باید اونو تحویل بگیرن و این از نظر ظاهری امکان
نداره که دست به دست باشه. یعنی به خاطر ضرورت در اینجا علما این مورد رو استثناء قرار دادن. جایز هست که انسان پولی رو از یک کشوری حواله بکند به کشور دیگری که به اونجا بفرستد و این از نظر شرعی اشکالی ندارد، گرچه اساساً باید این دست به دست باشه، اما چون که در اینجا نیاز هست و ضرورت و راه چاره در واقع دیگر وجود نداره، جایز هست که این معامله یعنی نقدی نباشه، در واقع نسی هست. امروز پول رو تحویل میده اینجا، شاید بعد از یک هفته بتونه در کشور مقصد اون پول رو در واقع دریافت بکنم. این قسمت اول ماجرا هست. قسمت دومش این است که حتما این دو تا نقد با هم دیگر باید مساوی باشند. حتما باید با هم دیگر مساوی باشند، مگر در صورتی که این دو تا پول یعنی دو وجه متفاوت دو کشور باشند. دو کشور مثلا پول ایرانی رو مثلا پرداخت کرده، مثلا طرف مقابل میخواد مثلا پول پاکستانی رو بگیره. بازم از نظر شرعی گرچه در اینجا پشتوانه هر دو طلا هست یا نقره هست به صورت یک نقد حساب میشه، اما هر یکی رو یک صنف جداگانه حساب میکنن. پول ایرانی یک صنف باشه و پول مثلا افغانی یا پاکستانی یک صنف دیگه. اینو قیاس کردن بر معامله طلا با نقره، مثل اینکه طلا با نقره با هم دیگر متفاوت هستن جنسشون، اینم در واقع دو جنس قرار میدن به نرخ روز. منتها در اینجا چون که جنس با هم متفاوت بوده، در اینجا جایز هست که بعد یکدیگر اضافه باشن. این ارزش خرید مثلا فرض بکنیم تومان ایرانی با روپیه پاکستانی متفاوت است، این یک چیز طبیعی هست، پس بنابراین میتونن کم یا اضافه بگیرن در این صورت. منتها سوالی که در اینجا مطرح کرده این است که 4 میلیون تومان پول داده و در مقابلش نزدیک به 5 میلیون تومان پول دریافت کرده. هر دو تومان هر دوتاشون تومان بوده، اونم به خاطر این که 3 ماه بعد در واقع میخواد این پول رو 4 ماه بعد این پول رو دریافت بکنه. این صورت جایز نیست. این دقیقاً همون تعریف ربا 100% در اینجا صادق هست. این قطعاً ربا هست و به هیچ عنوان جایز نیست که از اون مبلغی که تحویل داده بیشتر از اون رو در واقع دریافت بکنه. ولی اینکه مدت هر چقدر زمان طولانی هم باشه، هر چند زمان هم طولانی باشد. اصل ربا هم به همین صورت هست. ربایی که به صورت نسیه هست این است که یک مبلغی رو میدن و که نقد من به شما امروز چون که نیاز دارید 4 میلیون تومان میدم، منتها بعد از 5 ماه که وقتی میخوام این پول از شما دریافت بکنم 5 میلیون یا حتی مثلا 4 میلیون و 1 تومان باشه، ولو اینکه 1 تومان باشه 1 ریال هم باشه، باز همین در واقع جایز نیست. و اساسا خود این قرض دادن یا قرض گرفتن رو این جزء عقود و جزء یعنی از جنس معاملاتی هست که به عنوان یک احسان هستین. یک احسانی شما بر طرف دیگری میگذارید، به اون یک مبلغ پولی رو در واقع قرض میدهید تا اینکه مشکلش رو در واقع حل بکند. این یک نوع کار ثوابی هست، کار نیک و احسانی است که شما انجام دادید. در مقابل این نمیتوانید که شما پولی رو دریافت بکنید و این یک قاعده کلی هست. تمام فقها این قبول دارن، گذشته از آیات و روایاتی که در این زمینه وجود داره. کل قرض جر نفعا فهو ربا. هر قرضی که به خاطر این قرض دادن یک نفعی برای قرض دهنده در بر داشته باشه، این نفع در واقع ربا محسوب می شود. این ربا هست و جایز نیست که این پول رو دریافت بکنه. حالا جناب استاد در بحث حواله ها احیانا همین مسئله که شما فرمودید، مثلا تفاوت دو تا ارز کشور مثلا تومان و روپیه، حالا الان مثلا اگر اومدن یک معامله‌ای کردن و قرار شد که روپیه پرداخت بکنه، مثلا 1000 روپیه رو قراره که بهش پرداخت بکنه، اما این 1000 روپیه به تأخیر میفته، نمیتونه الان بده، 1 ماه بعد 2 ماه بعد میخواد همین رو بده، اما این مقدار ارز دو کشور قیمتا بالا پایین شده. اون 1000 روپیه معادل اون تومانی که قبلا بود دیگه نیست، یا کم شده یا بیشتر شده یا کمتر شده. حالا معیار چی هست؟ معیار همون روز اول توافق هست یا نرخ اون روزی که داره معامله دوباره قرض پرداخت میکنه؟ در این زمینه معمولا همون کسانی که این شبهه رو مطرح میکنن، من به شما امروز 1 میلیون دادن، 1 میلیون تومان فرض کن ایرانی هست، قدرت خرید 1 میلیون تومان امروز فرض کن این بوده که من این لیوان رو مثلا بتونم بخرم برای 1 میلیون تومان. قدرت خریدم این بوده امروز، این 1 میلیون تومان معادل بوده با یک لیوان فرض کن که شیشه‌ای که من امروز بخرم. بعد از فرض کن 4 ماه دیگر یا 3 ماه دیگر، بعد از 10 روز دیگر من میخوام پول از شما تحویل بگیرم، به شما قرضی دادم میخوام پول از شما بگیرم، اما این میلیون الان نمیتونم با این 1 میلیون من این لیوان رو بخرم. این لیوان امروز شده 2 میلیون تومان. آیا میتونم 1 میلیون دیگر از شما اضافه بگیرم به این بهانه که پول من در اون زمانی که من به شما پرداخت کردم ارزش 2 میلیون امروزی را داشته؟ این در واقع یک نوع شبهه‌ای هست و یک نوع بهانه‌ای هست. فرض کنیم که برعکس باشه،
برعکس اگر باشه، فرض بکنیم من به شما امروز مثلا 1 میلیون تومان قرض دادم، میخوام 1 ماه دیگر از شما بگیرم، 1 میلیون تومان امروز میشود با اون 1 لیوان خرید. 1 لیوان فقط قیمتش هست 1 میلیون تومان، اما 10 روز بعد 2 ماه بعد می شود 2 لیوان، یعنی ارزشش کاملا یعنی اضافه می شود. خب آیا شما راضی میشید به جای این که از من 1 میلیون دریافت بکنید 500,000 من به شما بدم که آقا این 500,000 امروز مساوی هست با اون 1 میلیونی که شما قبلا از من طلب داشتید؟ پس بنابراین این کسی اینو قبول نمیکنه. این فقط در حد یک نوع شبهه و یک نوع بهانه هست و معیار اصلی در این زمینه همون مبلغ محدد و معینی هست که در روز معامله بین دو طرف یعنی بر اون توافق کردن. 1 میلیون بوده، همون 1 میلیون رو ولو اینکه در هنگام پرداخت در واقع این ارزشش کمتر، پایینتر یا بالاتر باشه، فقط همون مبلغ رو میتونه دریافت بکنه، بیشتر و کمترش در واقع ربا محسوب. حالا جناب استاد این موضوعی که شما اشاره فرمودید در داخل خود یک کشور هست، مثلا تومان با تومان، دلار با دلار، و با توجه به نرخ تفاوت به هر حال درصد تورم و مسائلی که در بازار اقتصاد وجود میاد، اما اگر دو تا به هر حال مبلغ به دو تا کلا ارز خاص باشن، به عنوان مثلا دلار با تومان، خب هر چند وقتی همینجوری داره بالا پایین میشه این قیمت‌های بازار، یکی میاد دلار میگیره و در مقابل تومان میپردازه، حالا بعدن دوباره که میخواد قرضش رو بخواد بده مثلا $1000، الان میخواد اون $1000 رو پرداخت بکنه، قبلا $1000 خریده بود و حواله کرده بود، به جای دلار قیمت روز تومان قرار بوده بهش بده، الان هم دوباره همون قیمت دلار رو وقتی که گرانتر شده بعد قیمت تومان بده یا نه همون دلار رو بعد بهش بده، چون این اختلافات پیش میاد. مثلا الان قرضی رو کسی میگیره بر اساس نرخ امروز دلار، موان مثلا میشه 3.5 میلیون تومان، $1000 3.5 میلیون 4 میلیون تومان میشه، بعدن قیمتو بالا پایین میشه، شاید شد 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، دلار اومد پایین، فردا طرف میگه $1000 من بده، اون 1 میلیون تومان بخواد بهش بده یا نه همون نرخ اصلی رو بعد نه بشه. همون وجه نقدی که بوده اون مال کدوم کشور بوده همون اعتبار داره، همون چیزی که دقیقاً با اون معامله شده و اون در واقع کسی که قرض رو تحویل گرفته با چه پول کدوم کشور بوده دقیقاً همونو باید یعنی پرداخت بکنه. من قبلا هم اینو عرض کردم، در صورتی که معامله پول با پول باشه، بخواد یک پول مبلغ دیگری رو بگیره، این حتما باید یعنی نقدن باشه، هر دو صورت رو باید به صورت نقد تحویل بگیرم. این جایز نیست که من امروز به شما 10,000 تومان مثلا ایرانی میدم به جای اینکه مثلا 1 ماه بعدش مثلا $1000 مثلا من دریافت بکنم، چون این چیزی اصلا جایز نیست. خیلی ممنون. بیننده دیگری با 4 شماره آخر 8189 از سر پل ذهاب پرسیدن که سلام خسته نباشید، یک سوال داشتم، آیا طالع ازدواج درست است یا نه؟ بیننده منم دارابی از سر پل ذهاب. طالع ازدواج بعضی میگن بختت بسته شده، طالع نداری و امثال اینا. نه ببینید در این موارد که یعنی یک مواردی هست که انسان رو احیانا به شرک و بدعت ها و خرافات گرفتار میکنه، چون این چیزی که طالع کسی بسته باشه یا اینکه تقدیر کسی بسته باشه ما چنین چیزی رو نداریم. اون چیزی رو که الله متعال به عنوان تقدیر برای و سرنوشت برای یک فردی تعیین کرده باشه اون چیزی هست که اجرا می شود. هیچ کسی نمیتواند که بخت کسی دیگر را ببندد یا اینکه تقدیر یک شخصی دیگری را تغییر بدهد و به هیچ عنوان این موارد دلیل نمیشوند که ما راهی غیر شرعی و یک در واقع راهچاره نامشروع و ناجایزی رو در پیش بگیریم و مثلا بریم دنبال یک انسان فالگیری یا یک انسان رمال و جادوگری که بخت ما رو باز بکند، طالع ما رو مثلا باز بکند، یا اینکه طالع ما رو نگاه بکند که من چه کاره خواهم شد، ثروتمند میشم نمیشم، این ازدواج برای من خیری رو در بر خواهد داشت یا در بر نخواهد داشت. تمام اینها به هیچ مورد جایز نیست و چون این چیزی اساسا هم وجود نداره. و در این زمینه ها کسانی که دچار چنین توهماتی هستند و فکر میکنند که مثلا بختشون بسته شده یا سحر و جادو شدن، راهش این است که مراجعه بکنند به آیات قرآن، به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیات قرآنی رو خصوصا آیات آخر سوره بقره رو، سوره فاتحه رو، سوره آیات در واقع آیت الکرسی رو بخونند بر خودشون یا بر اون بیمار بدمن، یا اینکه معوذتین را و ادعیه‌ای را که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه میخوندند و میدمیدند بر حسن و حسین اعیذکم بکلمات الله التامات، اینها رو بخونند و بدمن. ان شاء الله این راه حل و راهگشا ان شاء الله در این زمینه خواهد. خیلی ممنون. بیننده دیگری با 4 شماره آخر 9150
پرسیدن که سلام، من یک سوال داشتم. نماز ظهر رو که خوندم بعد خوابیدم، وقتی بلند شدم یادم رفت وضو بگیرم و نماز عصر و مغرب رو خوندم، بعد یادم اومد که وضو نداشتم. آیا نماز من قبول هست یا نه؟ با تشکر. ناروی از زاهد. طهارت در نماز یکی از شرایط متفق علیه در واقع نماز هست در میان تمام مذاهب اسلامی. در این زمینه هیچ اختلافی وجود ندارد و دلیلش هم از قرآن هست و هم از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم الی آخر آیه وضو. و همچنین از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که میفرماند: لا یقبل الله صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضا، که روایت متفق علیه هست در میان صحیح بخاری و صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انسان که وقتی که بی وضو می شود و وضو شکسته می شود نمازش جایز نیست مگر این که برای دوباره وضو بگیرد. یا در حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه اومده که لا یقبل الله صلاة بغیر طهور، که الله متعال نمازی را بدون طهارت به هیچ عنوان قبول نمی کند. و این حدیث هم صحیح است و در صحیح مسلم است. پس بنابراین طهارت یکی از شرایط اساسی نماز هست. در هیچ صورتی برای کسی که می تواند طهارتی را حاصل بکند برایش امکان داره که وضو بگیرد یا اینکه تیمم بکند، اما این کار را نمی کند، چه به صورت عمدی باشد چه به صورت فراموشی باشد، در هر دو صورت نمازش جایز نیست. و بعد از این زمانی که بیادش اومد که من این نماز را بدون وضو خوندم، حتما باید اون نماز را دوباره اعاده بکند، وضو بگیرد و از سر نو دوباره اون نماز را بخونه. بیننده دیگری با 4 شماره آخر: سلام، سوالی داشتم. اگر به طور اتفاقی دست یا پایمون به دست همسر برخورد کند آیا وضوی من باطل می شود یا نه؟ ممنون از مریبا. در این زمینه احادیثی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده و از سیره ایشان، برخوردی که ایشان با ازواج مطهرات داشتند، کاملا یعنی مبین و بیانگر حکم این قضیه هست. در روایتی داریم که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقبل بعض ازواجه ثم یصلی ولا یتوضا. روایت سنن نسائی هست و روایت هم صحیح است، گرچه برخی از علما در این زمینه هم نقد کردند این روایت رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم برخی از همسرانشون را میبوسیدند و بعد از اون اتفاق افتاده که بدون از اینکه وضو بگیرند نماز خوندند. و این دلیل صریح هست در این زمینه که پس بنابراین با دست زدن زن و شوهر به همدیگر که پوستشون با همدیگر تماسی پیدا بکنند، یا این که دو تا مرد و زن نامحرم دستشون به همدیگر برسه، این شکننده وضو باشه، این حدیث کاملا بیانگر این هست که این اصلا موردی رو نداره در شریعت اسلامی. پس بنابراین با تماس و برخورد پوست بدن یک مرد نامحرم با زن نامحرم وضو نمی‌شکند. این حدیثی هست که به خاطر اینکه صراحت داشت در این زمینه من این حدیث رو خدمت شما قرائت کردم. ما روایات دیگری داریم که 100% صحیح هست. مثال حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در صحیح مسلم هست که قطعا این روایت صحیح است که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می‌فرماید یک شبی من خوابیده بودم، در یک پاسی از شب من متوجه شدم که رسول الله صلی الله علیه و آله در بستر نیست. هرچی دست زدم دیدم که رسول الله صلی الله علیه و آله حضور ندارن. من با دست خودم توی خونه میگشتم ببینم که رسول الله صلی الله علیه و آله کجا هستن. در ادامه روایت اومده فوقعت یدی علی بطن قدمیه و هو ساجد. دستم بر پای رسول الله صلی الله علیه و آله خورد که ایشون در حالت سجده بودند، پایشون به اصطلاح نصب شده بود و پشت پای در داخل نماز و دست من به ایشان خورد. و در این روایت اصلا نیومده که رسول الله صلی الله علیه و آله مثلا گفته باشن خب وضوی من الان شکست برام دوباره وضو بگیرن، بلکه در ادامه این روایت رو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله در اون سجده‌ای که بودن چه دعایی رو میخوندن. پس بنابراین دلایل دیگری هم در این زمینه وجود داره که صراحت بر این داره که با تماس پوست مرد با زن نامحرم به هیچ عنوان این ناقض وضو نیست. منتها برخی از فقها به خاطر از آیه قرآن او لامستم النساء از این همون لمس ظاهری رو مراد گرفتند که این هم جزء شکننده های وضو هست، اما در واقع این گونه نیست، زیرا که در اون آیه هم شکننده های وضو در واقع اون چیزهایی که وضو رو در واقع لازم میکنند و هم اون مواردی که غسل رو لازم میکنند
میبرن در اون آیه به صورت تفکیک کاملا جدا شده. پس بنابراین بنابر تفسیری که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دارن، او لامستم النساء، این لمس در هر جایی که اومده باشه این به معنی جماع و همخوابگی هست، نه به معنی به صورت تماس بدن زن و با یک مرد نامحرم. خیلی ممنونم جناب استاد. اگر موافق باشید به همراه بینندگان عزیز میان برنامه رو میبینیم و برمیگردیم ان شاءالله. باز بعد از میان برنامه شماره تلفن‌های شما عزیزان رو هم ان شاءالله تماس‌های شما رو هم خواهیم داشت و شماره تلفن رو محمد جان براتون، احمد جان کارگردان امروز احمد جان ان شاءالله براتون زنیوز خواهد کرد و ان شاءالله بعد از میان برنامه تماس‌های شما رو هم خواهیم داشت و خواهش ما فقط این هست که در موضوع برنامه و سوال‌های فقهی رو مطرح بکنید. با ما باشید بعد از میان برنامه. يا أيها المدثر قم فمغفرة. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ و پاسخگویی به پرسش‌های فقهی شما خوبان و عزیزان و انشالله شماره تماس برنامه زنیوز خواهد شد و میتونید از طریق اون تماس بگیرید. خواهش بنده این هست که فقط در موضوع سوال‌های فقهی وارد بشید و از مسائل تاریخی و عقیدتی پرهیز بکنید و اونها رو انشالله به برنامه‌های مخصوص خودشون بسپارید. جناب استاد تا تماس‌های بینندگان برقرار بشه من سوال‌هایی رو که از طریق پیامک به ما رسیده ادامه بدیم. بیننده دیگری با 4 شماره 4010 4 شماره آخر پرسیدن که با عرض سلام خدمت شما سوالی داشتم. من جایی کار میکنم و روزانه دستمزد میگیرم، اما خیلی از روزا با وجود اینکه کار انجام میدم صاحب کارم بهم هیچ پولی نمیده. اگه خودم بدون اجازه سهمم رو از کار بردارم گناه کردم یا نه؟ این اساساً یعنی بستگی داره به قراردادی که در میان 2 نفر کارفرما و اون کسی که کار رو انجام میده در واقع منعقد شده بر اساس قراردادشون و اون کسی که کارفرما هست صاحب کار هست و در واقع متعهد شده که حق کارگر را و اون کسی رو که در خدمتش هست برایش در واقع کاری رو انجام میدهد اون حق رو باید پرداخت بکنند و من گمان میکنم که یعنی به صورت کامل بشود که از راه قانونی و از طریق شرعی و با تفاهم بتواند این بیننده عزیزمون حق خودش رو بگیرد. وقتی که قرارداد هست چند نفر مثلا شاهد هستن، خود طرف کار صاحب کار هم مثلا یعنی قبول دارد که با توافق شده که این 2 طرف مثلا در میان 2 طرف که با این مقدار فلان مثلا اندازه‌ای که مزد و پاداشش هست بتونه مثلا این کار رو انجام بده. اگر این کار رو انجام بده مستحق این در واقع مزد هست و میتونه این حقوق رو دریافت بکنه. در غیر این صورت این نمیتونه این حق رو در واقع دریافت بکنه یا طلب بکنه از صاحب کار. در صورتی که با توافق هم دیگر باشد خب قطعا اون صاحب کار هم موظف هست و از نظر شرعی هم که خودش متعهد شده باید این حق کارگر رو باید بدهد. و یکی از مواردی که بسیار یعنی تاکید شده بر این در این زمینه این است که رسول الله صلی الله علیه و آله تاکید کردند و فرمودند که مزد کارگر را، پولی را که باید دریافت بکنه، حقوقش را قبل از خشک شدن عرقش بهش بدید. یعنی لازم نباشه که این کارگر و کسی که در خدمت شما هست براتون کار میکنه نیازی داشته باشه به این که سوال بکنه که فلانی حق ما را بده، حقوق ما را بده. قبل از این که خودش طلب بکنه باید
این حق کارگر رو در واقع باید به ایشون پرداخت بکنن و این یک اصل هست، به صورت اساس باید این گونه باشه. ام در صورتی که با همدیگر اختلاف کردن، معلوم نیست، شاید صاحب کار نظرش این باشه که این فرد کار خودش رو انجام نداده باشه، اون کاری رو که موظف شده و قبول کرده که انجام بده شاید این کار رو به صورت درست انجام نداده باشه و کوتاهی بکنه. با همدیگر به این تفاهم برسند که من فلان روز مثلا این کار رو انجام دادم، بنابر اون بندی تبصره و به اصطلاح توافقی که در میان ما بود، اگر واقعا پذیرفت و شما هم شاهد داشتید که این کار رو انجام دادید، خب باید حق شما را بدهد. بالفرض با شاهد و مثلا گواهی که شما داشتید و این حق برای شما اثبات شد و اگر با وجود این که اثبات شد صاحب کارم قبول دارد که شما کار کردید منتها پاداش شما و اون مزد شما رو نداده، در این صورت می توانند که اون مقداری رو که حق خودشون هست بالمعروف به همون اندازه هست، نه کم نه زیاد، میتونه اونو برداشت بکنه. این دقیقا مانند این میمونه که یک فردی مثلا یک مالی رو دارد، اون مال خودش رو دقیقاً میشناسد که با فلانی هست، دقیقاً مطمئن است این حق من هست و از نظر شرعی برایش اثبات شده، دلیل و گواه هم دارد. وقتی که اون مال را دید و تونست اونو از اون طرف بگیرد یا در معرضی بود که میتونست به اون دست بیابد، از نظر شرعی اشکال ندارد و میتواند که اون حق خودش را خودشون در واقع به این صورت دریافت بکنه. بیننده دیگری پرسیدن با 4 شماره 3109 4 شماره آخر: سلام علیکم حضور برادران گرامی، اگر کسی از اثر سجده بر چهرهش نمایان باشد و مردم خیلی از اون میپرسند که آن چیست، این نفر برای اینکه دچار ریا نشود چه پاسخی بدهد؟ از نظر شرعی ریا در واقع حرام هست و ریا به معنی خودنمایی هست، یعنی خود رو نشان دادن، کاری رو که انجام نداده یا انجام داده تظاهر میکند که من این عمل رو انجام دادم تا اینکه دیگران اون رو ببینن. این معنی ربا هست، معنی ریا. اما این که فرض بکن یک شخصی مثلا میگه من به مسجد نمیرم به خاطر اینکه ریا میشود، مردم منو میبینن میگن فلانی در واقع نمازگزار هست، این در واقع معنی ریا نیست. این یک حکم شرعی هست و قطعی است که شما باید این کار رو انجام بدید، ولو اینکه به شما گفته بشه که ریاکاره، ولو اینکه مردم ببینند که شما دارید نماز بخونید، بلکه حکم شرعی اینه که باید مردم ببینند که شما نماز میخونید تا اینکه در واقع مورد اتهام قرار نگیرید. و این اثری که در پیشانی به وجود میاد، این اساساً و این تعبیری رو که درباره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که آثار سجده در چهره هاشون نمایان هست، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. سیمایشون در چهرهشون نمایان هست، یعنی اثر سجده در چهرهشون نمایان هست. بیشتر مفسرین در این زمینه نظرشون این است که این سیما و این نشانه سجده نورانیتی هست و روشنی هست که در چهره انسانهای مسلمان و نمازگزار حاصل می شود. معنیش این نیست که پیشانیشون سیاه میشه و کبود می شود به خاطر سجده. وگرنه ما علمای بسیار بزرگواری رو داریم که فرض کنیم 60-70 سال عمر مبارکشون هست و هر روز نماز میخونند و من سراغ دارم بسیاری رو که نه تنها نمازهای فرض و سنت رو پایبند هستن، بلکه نمازهای تهجد ایشون به هیچ عنوان قضا نمیشه، اما هیچ گونه کبودی تا حالا در چهرهشون در پیشانیشون دیده نمیشه. و اثر نماز گذاشتن تنها این نیست که چهره و در واقع پیشانی انسانی سیاه بشه. و به یاد یک جمله افتادم از، اگر اشتباه نکنه، از امام مالک رحمت الله علیه و بسیار از بزرگان ما این گونه بودن، خصوصا در زمان قدیم، مثلا که سجاده‌ای که بود مثلا روش نماز می‌خوندن از حصیر بود یا روی در واقع زمین اگر نماز می‌خوندن در صحرای جایی بودن، یک خرقه‌ای رو داشتند که اینو میانداختند، ولی اینکه کل بدنشون رو این مسلح نبود، حداقل برای چهرهشون میگذاشتن اینو که به اصطلاح این اثر نکنه بر چهرهشون، تیکه پارچه کوچیکی بود. فکر کنم امام مالک رحمت الله علیه میفرماند که من نمیدونم در این زمان آیا سرها سنگین شده، این تعبیر ایشون هست، من نمیدونم که آیا واقعا کله و سرهای مردم امروزه سنگین تر شده یا اینکه زمین خشن تر شده که میبینیم که بسیاری این پیشانیشون در واقع کبود و سیاه میشه. اما واقعیت تلخی که وجود داره خیر قابل انکار هست، بسیاری از مردم عمدن این کار رو میکنن، فقط میخوان تظاهر بکنن اینکه من زیاد سجده کردم. میبینیم که مثلا پیشانی خودشون سیاه میکنند یا با نمیدونم وسایلی که هست با بازنجان داغ یا به هر صورتی که این در واقع از ریا هم فراتر هست.
است و یک نوع تدلیسی در این زمینه است. بالفرض اگر این سیاهی هم که در سیاهی نسبی و کبودی نسبی هم که در پیشانی برخی از مسلمانان ایجاد می شود، این بر اساس یک حساسیت پوستی هست که در واقع ایجاد میشه. این لازمش حتما این نیست که انسان حتما این فرض زیاد نماز خونده که در واقع پیشانیش سیاه شده. ایشون میتونن خب یعنی موادی هست در این زمینه، کرم هایی وجود داره و موادی که این اثر کبودی رو از چهره کاملا میسودند و بیرون میکنند. بالفرض این که این برادر خودمون یا بیننده عزیز یا هر فرد دیگر زیاد نماز خونده باشه و به ناخواسته پیشانیش هم کبود شده باشه، این هیچ گونه اشکالی رو نداره و هیچ گونه ریایی هم نیست، چون که غیر ارادی بوده و طبیعی نبوده، به صورت که خودش خواسته باشه نبوده، پس بنابراین گناهکار نیست و به هیچ عنوان این جزء مصادیق ریا هم شمرده نمیشه. البته میتونن با مراجعه به پزشک همین یک کبودی رو که در چهرهشون هست اینو میتونن که معالجه بکنن. خیلی ممنون. بیننده دیگری پرسیدن که سلام، خسته نباشید برادران شبکه وصال حق. یک سوال داشتم، آیا خواندن نماز با پیراهن ورزشی یا رکابی اشکال دارد یا نه؟ 3447 4 شماره آخر، احمد رضا. لباس های ورزشی هیچ اشکالی نیست که در لباس ورزشی انسان نماز بخونه، منتها به شرطی که اون پوشش شرعی رو کاملا رعایت کرده باشه. مثلا که اون مقداری از بدن انسان که در نماز حد اقلش باید در هر حالت باید پوشیده بشه. بهترین است که در هنگام نماز انسان اون پوشش بهتری رو انتخاب بکنه، لباسی که زیباتر هست اونو بپوشه. مثل این که انسانی مثلا میرود برای یک مراسم در واقع رسمی دعوت شده، بهترین لباس با بهترین هیئت در اونجا حاضر می شود. برای نماز هم ما باید اون بهترین لباس و زیباترین لباس را باید بپوشیم، زیرا که این ملاقات با الله متعال هست و هر چند لباس انسان تمیزتر و زیباتر باشد، این در معنویات و در روح نماز هم قطعا تاثیر داره. این یک اصل هست. اما فرض بکنیم کسی در میدان بازی و میدان فوتبال هست، به شرطی که این لباس کامل عورتش را پوشیده باشه، یعنی از زانو گرفته تا نافش حداقل اگر پوشیده باشه، بله نماز با لباس شرعی با لباس ورزشی جایز هست، اشکالی رو نداره. اگر با پیراهن ورزشی باشه یا شلوار ورزشی کل بدن رو پوشیده که در این هیچ گونه اشکالی وجود نداره، نماز جایز هست و لازم نیست که حتما برود یعنی لباس خودش رو عوض بکنه. این یک مطلب دوم این که با لباسی که یعنی گذشته از این که من عرض کردم که عورت اصلی که باید در نماز پوشیده بشه از زانو تا ناف هست، که این اگر در یک مقطع زمانی هم در هنگام نماز یعنی باز بشه، این لباس بالا برود دیده بشود، این در واقع نمازش فاسد هست، دوباره باید نماز از سر نو شروع بکنه، ولو اینکه در یک مقطع زمانی هم باشه، نه به صورت مستمر باشه. روایت دیگری در این زمینه هست که در روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و آله نهی کردند از این که یک انسانی نماز بگذارد، نماز بخواند در یک لباسی که لیس علی عاتقه منه شیء، بگونه باشه که یعنی شانه هایش برهنه باشه، بگونه که شانه هایش برهنه باشه. به استدلال از این حدیث که حدیث متفق علیه هست، بسیار از فقها معتقد هستند که نماز با پیراهن یا زیر پیراهنی رکابی و در واقع تسمیم جایز نیست، زیرا که مخالف با این حدیث است. اما در صورت‌های به اصطلاح اضطراری، اون چیزی که اساساً پوشیدنش در مرحله اول بر انسان لازم هست، از زانو تا ناف هست. اگر لباس بیشتری نبود، فقط به این اندازه بود که از زانو تا ناف خودش رو بپوشاند، نمازش جایز هست و هیچ اشکالی رو نداره. و در حالتی که میتواند لباس دارد استفاده بکند، باید لباسی باشد که تمام بدنش را بپوشاند، خصوصا شانه هایش حتما باید پوشیده بشن، زیرا که نه النبی صلی الله علیه و سلم ان یصلی الرجل فی الثوب الواحد لیس علی عاتقه منه شیء. این صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم من فرمود. خیلی ممنونم جناب استاد. اگه اجازه بفرمایید ما مقداری از تماس‌های بینندگان عزیز رو هم داشته باشیم، باز ان شاء الله برمیگردیم برای پاسخ خدمت شما. وصال حق، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. وصال حق، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. السلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده عزیز. حشمت الله خافی هستم، از جرمنی صحبت میکنم استاد گل. جزاکم الله خیر، شما خوب باشین ان شاء الله.
سوالی داری در زمینه یک پروگرام داشتین برای جیان در اونجا شما ملاقات کردیم، اگه به یاد داشته باشین. بله بله، اگر سوالی داری در زمینه مسائل فقهی در خدمت شما هست. فقط سوالی که داشتم این بود که در سوره بقره در از آیت اول فکر میکنم تا آیت 16 بله 16 قرآن متعال 3 گروه را در اینجا معرفی میکنه. بله. فقط میخواستم استاد گل اگه شما پاسخ بدین که گروه اول خو کسان هستن که انسانهای با تقوا خداوند معرفی کرده، گروه دوم منافقین یا بگوییم کافران، گروه سوم میخواستم بفهم که آیا این گروه همین گروهی است که مثلا مسلمان هستن به زبان ایمان آوردن اما مثلا به حساب عملی انجام نمیتن، نماز نمیخوانن، روزه نمیگیرن، زکات نمیدن، آیا همین انسان ها هستن یا خیر؟ انشالله پاسخ را از تلویزیون دریافت بکنید. چشم انشالله حتما پاسخ را. جزاکم الله خیر. موفق باشید. سلام علیکم. مثال حق بفرمایید. بفرمایید بیننده عزیز. با تلفن با گوشی تلفن صحبت کنید لطفاً. صدای تلویزیونتون رو ببندید. الو. سلام علیکم. بفرمایید. صدای ما رو از گوشی تلفن بشنوید بیننده عزیز. تلویزیونتون رو ببندید. من خواهش من از شما بینندگان عزیز این هست، به مجرد اینکه صدای ما رو شنیدید صدای تلویزیونتون رو ببندید و با گوشی تلفن صحبت کنید، چون صدایی که از تلفن میشنوید شما 10 ثانیه زودتر از صدایی که از تلویزیون میشنوید. سلام علیکم. مثال حق بفرمایید. بفرمایید بیننده عزیز. مثال حق بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلیمانی عزیز و استاد عبدالقدسی دهقان. متشکرم. سوالتون رو بفرمایید بیننده عزیز. دو سوال داشتم استاد. سوال اول این است که بله. آیا همین همین فکرهایی که پس از نماز است که اذکاری پس از نماز بله. اینها رو بعد از فرض خونیم بهتر است یا بعد از اینکه کلی نماز رو ادا کردیم؟ چشم. سوال بعدی. و سوال دوم این است که 3 رکعت نماز وتر رو با 1 تشهد خونیم بهتر است یا با 2 تشهد؟ نماز وتر و کیفیت. چشم. انشاءالله پاسخ را از تلویزیون دریافت کنید. علیکم السلام. مثال حق برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. 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 صدای شما در پخش میشه. سلام علیکم. صدای شما رو داریم. بفرمایید. مثال حق. مثال حق برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. من یه سری پرسش داشتم میخواستم با آقای بفرمایید. صداتون رو میشنویم. بفرمایید. بله استاد دهقان تشریف دارن در داخل استودیو. بفرمایید. لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید، با گوشی تلفن صحبت کنید. الو. صدای ما رو خواهر گرامی از طریق تلفن بشنوید. صدای شما داره پخش میشه. شما خسته نباشید. خدا خیرتون بده ان شاء الله. سلامت باشید. بفرمایید. می‌خواستم در مورد ازدواج‌های نبی اکرم یه سری توضیح بدید. درباره این اختلاف سنی که در مورد ازدواج‌های رسول صلی الله علیه و سلم. بله. بدنم این که مثلا این اختلاف سنی نبی اکرم با حضرت عایشه صدیقه. چشم. بعدش همین در مورد حضرت عمر و ام کلثوم که اختلاف سنیشون خیلی بیشتر بوده. بله. آیا این از لحاظ عقلی اشکال نداشته اون زمان؟ چشم. دیگه سوال دیگری هم دارید؟ ممنون. متشکرم. خواهش میکنم. پاسخ را از تلویزیون دریافت کنید. خیلی ممنون. موفق باشید. مثال حق برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنونم. بفرمایید. متشکرم. من از سنجو صحبت میکنم. بفرمایید قربان. سوالتون رو بفرمایید. میخواستم از آقای دهقان سوالی کنیم. میگیم که بعد از نماز ظهر، بعد از نماز جمعه، بله. 2 رکعت نماز جمعه، نمازهای دیگه هم جایز یا جایز نیست. بعد از نماز جمعه بعضی کسا دوباره بشن نماز میخوانن. بله. این جایز یا جایز نیست؟ چشم. پاسختون است. سوال دیگری هم دارید؟ نه، سوال دیگه سالگی داشتم برای زن میکنم. متشکرم. بعد از تلویزیون دریافت کنید پاسختون. ببین فقط میگم نماز جمعه را خوندیم. چشم. سوالتون مفهوم بود. نماز دیگه
دیگه هست یا نیست؟ سوالتون مفهوم بود. میتونید دوباره نماز بخونی یا نه؟ بعضی کسا نماز میخوان نماز راکبه چیز پیش میاد. بله بله چشم، پاسختون رو از تلویزیون دریافت کنید. سوالتون مفهوم بود. متشکرم. به سوال حق برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. از گوشی تلفن صحبت کنید لطفاً. قطع شد صحبتش. به سوال حق برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در رابطه به اقسام وطن و احکام من سوال داشتم. درباره میتونید توضیح بدید؟ یک بار دیگه سوالتون رو اقسام وطن و احکام. اقسام وطن و احکامش، یعنی در بحث سفر منظورتون هست؟ بله بله. چشم میشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام بر شما، بفرمایید. حسین میخواستم عرض کنم خدمت شما در رابطه با نماز یه سوالی داشتم. میخواستم ببینم که شما با اینکه حضرت رسول الله تو صحیح بخاری دارین که میفرمایند که افضل الصلات طویل القنوت، یعنی نمازهای افضل که قنوتش طولانی تر باشه، چرا شما قنوت حذف کردید؟ این به خاطر میشه شما این تعصبی نیست که چون شیعیان قنوت میخونن شما قنوت کنار گذاشتید؟ میشه شما یه لطف بفرمایید متن کامل حدیث رو بخونید برای ما اهل سنت هم قنوت همین داریم. که خدمت شما افضل الصلات طویل القنوت، این تو بخاریه، بزنید دارید میاد حدیثش میاد. چشم، ما اهل سنت هم قنوت میخونیم، شاید شما آگاهی ندارید به این موضوع. نه ما ندیدیم، ما شما حتی بسم الله هم نمیگید تو نماز. شما بچه مبنای نمازا بسم الله هم نمیگید، در صورتی که بسم الله جزئی از سوره قرآنی. هیچ اهل سنتی نیست که در بسم الله هم نماز نمیگید. اجازه میفرمایید من صحبت بکنم؟ هیچ اهل سنتی نیست که در نماز بسم الله نگه در ابتدای نماز. شما بچه مبنای همچین حرفی رو مطرح میکنید. بلا استثناء تمامی مذاهب فقهی که میخونن اهل سنت دیدم. ما نمازمون فقط تفاوت اصلا کسی بسم الله بعد میگن یواش تو ذهنشون میخونن، مثلا اینجور چیزیه. و وقتی که چه لزومی داره تو ذهنشون بخونن یا مثلا یواش بخونن؟ شما که سوره حمد و سوره میخونید، سوره که میخونید وقتی سوره توحید میخونید یا مثلا اینا اصلا ما نمیشنویم. اجازه میفرمایید پاسخ بدم؟ یواش بخونن که صدا نیاد. خب این چه لزومی داره که یواش بخونن؟ خب بلند بخونید. میگه سوره رو میگه بسم الله جزء از سوره نیست، به هر حال هستش دیگه. خب اونا که بلند میخونید اونم بلند بخونید، چرا بلند نمیخونید؟ ببخشید اجازه میفرمایید اینا همش بعضی چیزا هست که مثلا ما در چیز داریم که سوره قل هو الله احد 1/3 قرآنه. اجازه میفرمایید پاسخ بدم؟ ما جایی دیدیم از علمای اهل سنت این سوره توحید تو نماز بخونن. اجازه میفرمایید؟ میگن مولا امیرالمومنین علی علیه السلام همش تو نمازش بدون استثناء سوره قل هو الله میخونن، ولی الان خونده نمیشه. سوالتون دریافت شد، پاسختون از تلویزیون دریافت کنید. خیلی ممنونم. پاسختون رو از تلویزیون دریافت بفرمایید. سوالتون سخنرانی نفرمایید اینجا قربان. سوال معذرت میخوام، مجبورم دیگه منبر شما رو قطع کنم. سوالتون مطرح شد و پاسختون رو دریافت میکنید انشاءالله و شبهاتی که مطرح کردید انشاءالله پاسختون رو بشنوید از تلویزیون. به سوال حق برای پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، صدای ما رو از گوشی تلفن بشنوید و صدای تلویزیونتون رو ببندید. بفرمایید. الو. بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. الو. بفرمایید بیننده گرامی. سلام و ادب احترام دارم خدمت شما استاد عزیز بزرگوارم جناب آقای سنتی و همچنین استاد عزیز و بزرگوار استاد دهقان. ببخشید استاد سوال داشتم. بفرمایید. ببخشید اول من در مورد این سوال داشتم که شما نمیدونم حالا آگاهی دارید یا نه، مدتی که شبکه آقای ملازم قطع شده، لطفا من اگه اطلاعاتی دارین در اختیار ما بذارید. واقعا حالا نمیدونم خیلی وقتی ما شبکه و یه سوال دیگه هم دارم که مادر بزرگم اینا میگن که موقع مغرب خونه جارو نزنید. یعنی من خودم شخصا با اینجور چیزا موافق نیستم. خلاصه حرفای قدیمی میگن موقع مغرب جارو نزنید، رزق روزه پیش خدا جارو میشه. بعد میخواستم بدونم این حرفا واقعیت داره یا همش خرافاته؟
چشم. پاسختون انشاءالله از تلویزیون در رفت بفرمایید. و شبکه جناب متشکرم، موفق باشید. شبکه جناب استاد ملازاده، شبکه وصال فارسی چند مدتی قطع بود و دوباره برگشته و الان داره پخش میشه. واقعا فرکانسش تغییر کرده و انشالله باز در خلال برنامه و بعد از برنامه هم در زیرنویس سبز کانال فرکانس جدید شبکه وصال فارسی نوشته شده هست و دوستداران این کانال و به هر حال عزیزانی که متابعت میکنن، پیگیری میکنن برنامه ها رو میتونن اون فرکانس رو اونجا از اینجا دریافت بکنن. ان شاءالله در خلال برنامه هم براتون زیرنویس خواهیم کرد. برنامه به سوال حق برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلامت باشید. بفرمایید. صدای شما در مورد زکات می‌خواستم بپرسم. بفرمایید. زکات چجوری مثلا تقسیم میشه؟ حالا گفتم کلی مفصلی توضیح بدید. در بخش خاصی مد نظرتون هست یا نه میخواید یک توضیح کلی درباره زکات باشه؟ نه، یک کلی میخوام. چشم انشالله. سوال دیگری هم دارید؟ نه، دست شما دارم. خواهش میکنم، موفق باشید. به سوال حق برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. به سوال حق برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام آقای سلیمانی، شبتون بخیر. سلام بر شما، بفرمایید خواهر گرامی. سلام بر شما، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. آقای مولانا تکان داشتم. حسنا شبتون بخیر. شب شما هم بخیر، موفق باشید. بفرمایید سوالتون رو مطرح بفرمایید. 3 تا سوال از حضور مبارکتون داشتم. مختصرا بفرمایید. زحمت بکشید. بفرمایید. سوال اول اینه که فامیلای دندایی میگه که چیزه، من حامله الان هستم 2 ماه بچم، بعد میگه میخوام سقفش بکنم چون نمیدونم مثلا به دنیاش دکترها گفته ما بهش گفتیم مثلا گناه داره این کارو نکن، بعد میگه اگه الان این کارو نکنم 4 تا فرزند اینو بزرگ میکنم با اونا بخوام لوله هامو ببندم دیگه فرزند نیارم مثلا اینم سقف نکنم بعد اشکال نداره لوله هامو ببندم. بله سوالتون رو دریافت کردیم. سوال بعدی اینه که خود زندایی خیلی مریضه، همیشه مریضه، مثلا تا ماه رمضان نمیتونه روزش رو بگیره، تا مثلا ساله که مثلا ماه رمضان نیستش بازم نمیتونه روزش رو بگیره، خیلی مریضه، تا عفونت داره، معده‌اش درد میکنه، 4 تا فرزندم داره ولی میگه که نمیتونم چون فرزند به دنیا بیارم خیلی سختم و مریضم اینا، بازم این چیز زندایی نمیتونه روزش رو ببنده، گناهی نداره. خب این که همون سوال اول بود، فقط توضیح بیشتری دادید. غیر از این؟ نه این یکی مثلا مربوط به زندایی بود، یکی مال اون بود که میخوادم بچه‌شو سخت کنه، همین که میخواد لوله‌اشو ببنده، الان یک بچه‌مو نگه دارم بزرگ کنم لوله‌مو ببندم، اون مال اون بود، یکی مال زندایی بود که میخواد مریض داره میتونه. سوال آخرتون رو مطرح بفرمایید. سوال آخریم هم این بود که در عادت ماهانه میشه مثلا از کار شب که مثلا تصویت شب که میخوابیم بگیم مثلا توش سوره ناس داره و آیت الکرسی اینا. چشم انشالله پاسختون رو از تلویزیون دریافت بفرمایید. موفق باشید. درد نکنه، سلامت باشید. بفرمایید. متشکرم. سلام علیکم. مثال حق بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام، موفق باشید. متشکرم. علیکم السلام. داشتم در مورد نیت وضو خواستم بدونم که این نیت وضو به چه صورتیه، یعنی ما حتما باید از آن گفته بشه نیت کنیم برای وضو، باید نیت میکنیم نیت بگیریم برای وضو واجبی و مستحب، یا هر زمانی ما میتونیم وضو بگیریم بعد با همون وضو نمازمون رو بخونیم؟ بله. سوال دوممون به این صورته که من موقعی که میخوام وضو بگیرم آیا برای مسح سرم مشکلی نداره من دور دستم خیس کنم مسح کنم برای سر، یا با همون تریه دستی اون آبی که دستم رو شستم بعد بیام مسح سر کنم؟ بله. بعد سوال سوم این بود که توی نماز برای سلام گفتن السلام علی النبی مشکلی نداره به جای السلام علیک نبی؟ چون من یه روایت خوندم که گفتن که بعد از پیامبر به صورت عبدالله ابن مسعود همچین روایتی دارن. بله. چشم اینو پاسخ خواهیم داد ان شاء الله. موفق باشید. ممنونم. خواهش می‌کنم. به سوال حق برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنونم، سلامت باشید. بفرمایید سوالتون بیننده عزیز. شبکه‌ای به سال حقه؟ بله به سال حق. صدای شما داره پخش میشه روید. بفرمایید. من سوال داشتم خدمتتون. اگر سوال فقهی است ممنون میشیم مطرح بفرمایید. اگر سوال غیر از مسائل فقهی است برنامه‌های دیگر رو اگر ارجاع بکنید تا موضوع برنامه سوال قرآنی میتونم سوال کنم؟ بفرمایید. راشی تو قرآن اومده 3 تا حق داره. حق بله صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید. بله سه تا حق داره در قرآن هست. حق الناس، حق الله، حق النفس. درسته؟ آیه صریحی من به خاطر ندارم که این مدلی اشاره کرده باشه، اما شاید بشه از مفاهیم آیات همچین برداشتی رو کرد. بله درسته. بعد خواستم این های ملاحظه میگه شبکه به سال حق و کت دیگه. شما چرا وقتی که میخواید مسئله رو مطرح بکنید میاد دست به دامان قرآن میشید برای تهمت زدن به دیگران؟ کاش برای دین و باور و اعتقادتون دست به دامان قرآن میشدید و میرفتید عقاید خودتون رو از قرآن استنباط میکردید به جای اینکه بیاید برای توهین به دیگران دست به دامان قرآن بشید. سلام علیکم. سوال حق برنامه پرسش و پاسخ. بفرمایید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ به سوال حق. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر گرامی. من از کردستان عراق میزنم. کردستان عراق. بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید. مامان یوسف از کردستان عراق زنگ میزنم. بله متوجه شدیم. صدای شما داره پخش میشه. سوالتون رو مطرح بفرمایید. بله من یک سوال دارم. یک سوال دارم که هر وقت مسجد نزدیک خونمونه اونجای جمعه به مثلا نماز جمعه میرم، مثلا شروع به قرآن و مثلا میکند همینجور امام حرف میزنه که نه اشکال میاد خود به خود، یعنی تقصیر خودم نیست. یعنی هر وقت صدای قرآن میشنم همینجور گریه میاد. بله. سوال دومم اینه که بعد از وتر که 3 رکعات وتر که خوندیم شب بعد از نماز عشا من میخونم، درسته که بعدش که دیگه تا نصفهای شب که نماز شب که میخونم دیگه درست نیست بخونی نماز دیگه، درسته؟ یعنی میفرمایید بعد از نماز وتر آیا میشه نماز دیگری هم خوند یا نه تا نماز صبح؟ نه من نماز وتر بعد از عشا هر 3 رکعات میخونم دیگه نمیخونم تا نصفهای شب تقریبا ساعت 3 به وتر رو تأخیر میندازید آخر شب میخونید؟ آره نه وتر میخونم بعد از نماز عشا من میخونم. خب الان من متوجه سوال شما نشدم هنوز. الان سوال شما دقیق چی است؟ من بعد از نماز عشا که وتر خوندم دیگه تا سنت نمیخونم، درسته؟ سنت نمیخونم. یعنی بعد از دیگه نمیخونم تا نمازهای فجر و اینا. سنت. یک سوال دیگه دارم، ببخشید وقتی گرفتم. یک سوال دیگه الان یکی از دوستان زنگ زد برام. من الان 2 روزه هستم برای نصفه های ماه. بله. من خیلی نخوابیدم تا تقریبا طرفای ساعت 3 اینا قرآن خوندم و اینا. گفت که خواب دیدم که همین جور تا صبح رو قرآن بدون در یه لباس سرد درد. ببخشید این که از سوال شما نباشه من ببینم برای چی برام زنگ زد اینا، درسته؟ من تشکر میکنم خیلی از برنامه شما، هم نور هم رسال هم کلمه. متشکرم. این شبکه من همیشه خدا شاهد من همیشه برای هر شبکه نگاه میکنم و انشالله خدا توفیقتون بده، انشالله خدا عمرتون بده. دعا برای ما بکنید تو خدا. من خیلی خدا هستم. ماه رمضان میخوام برم مکه انشالله. یعنی 2 ماه رمضان رفتم، انشالله امسال که برم 3 ماه انشالله خدا نصیب همه بکنه. اینا نیست میگن گناه دارد. انشالله خدا نصیب همه بکنه. خیلی ممنون. خیلی ممنون. به خاطر خواهش میکنم انشالله خدا توفیق هر شبکه بده. خدا امیدوارم خدا انشالله توفیق بده انشالله. آمین. متشکرم از تماسش. متشکرم از تماسش. موفق باشید. خدا. متشکرم. موفق باشید. خدا نگهدارش. مثال حق برنامه پرسش و پاسخ. بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. صدای شما در پخش میشه. بفرمایید بیننده. السلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید از طریق تلفن صحبت کنید با ما.
قطع شد صدایشون. سلام علیکم. به سال حق بفرمایید. به سال حق بفرمایید بیننده گرامی. الو. سلام علیکم بفرمایید. الو. سلام بر شما بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید قربان، بفرمایید. پرسش و پاسخ به سال حق. یه سوال داشتم می‌خواستم بپرسم. اگر مسائل فقهی هست بفرمایید. الان رو خطم؟ بله الان رو خطید، بفرمایید. سوالم این بود که آیا مهریه گرفتن مهریه به دختر میرسه یا به پدر و مادر دختر؟ چشم، سوالتون دریافت کردیم، پاسخش رو از تلویزیون دریافت کنید نشد. باش. متشکرم. خواهش میکنم. استاد اگر اجازه بفرمایید حالا یک میان برنامه رو به همراه بینندگان ببینیم، چون این پاسخ‌های این سوالا رو اول داشته باشیم، بعد انشالله اگه فرصت شد باز تماس‌های دیگر بینندگان. و همراه شما یک سری میریم به اتاق فرمان پیش احمد جان، یک میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما خواهیم بود با پاسخ به این سوالا و اگه فرصت شد ان شاءالله سوالات جدیدی شما. با ما باشید. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. و بگو این سخن حق از سوی پروردگار شماست، پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کفر بورزد. به راستی ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده ایم که دیوارهایش آنان را از هر سو محاصره می کند و اگر درخواست آب کنند آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان، مهربانان، عزیزان، بینندگان گرامی. همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ و پاسخگویی به سوالات شما بینندگان عزیز. جناب استاد بیننده عزیزمان که پرسیدن، در ابتدای سوره بقره ما الله تعالی درباره 3 گروه صحبت می‌فرماید. 5 آیه اول درباره مؤمنین، 2 آیه بعدیش درباره کفار و 13 آیه درباره منافقین. آیا پرسوالشون این بود که مسلمان هایی که میگن مسلمانن، چون اونجا هم در آیات 8 و 9 اینم داریم که اونها میگن ما مسلمانیم و به خدا روز قیامت ایمان داریم، آیا
این مسلمان‌هایی که نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن و پایبند نیستن، فرمودن که اونها هم در این آیات داخل میشن، میتونن مصادیق این آیات باشن یا نه؟ نظر اصلی و اساسی وقتی ما نگاه میکنیم در تاریخ اسلام، در ابتدای اسلام ما دو گروه بیشتر نداشتیم، یا مسلمان بودند یا کافر بودند. چیزی به عنوان منافق اصلا وجود نداشته. پدیده نفاق فقط در مدینه منوره و از زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به قدرت رسیدند و اسلام دین غالبی شد و دیگران کفار در واقع می ترسیدند از هیمنت و از قدرت مسلمانان، در اینجا پدیده نفاق برای اولین مرتبه در واقع ایجاد شد و به وجود آمد. پس بنابراین از مسلمانانی که در مکه مکرمه مسلمان شده بودند یا بگیم مهاجرین هستند، از میان مهاجرین، به تعبیر دیگر از میان اهل مکه، حتی ما یک نفر منافق هم نداشتیم، زیرا که اصلا زمینه نفاق اصلا وجود نیامده بود مگر در مدینه منوره. اون چیزی که در ابتدای قرآن در سوره بقره ذکر شده بله این گونه هست که ابتدا الله متعال از مؤمنان ذکر می کند و بعدش کفار ذکر می کند، ان الذين كفروا، و بعد از این می پردازد به منافقان که و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. منتها این گروه اول که مشخصند مؤمنان واقعی که از نظر ظاهر و باطن یعنی عامل و پایبند دین مبین اسلام هستند و مفهوم ایمان و ارکان ایمان کاملا مشخص هست، و کافران هم که منکران الله و رسول هستند که اینا هم حسابشون جداگانه هست. و درباره منافقان اون نفاقی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، اون نفاق اعتقادی بود و منظور این آیه هم همون نفاق اعتقادی هست. و من الناس من یقول آمنا بالله والیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. صراحتا الله متعال میفرمید اینها مؤمن نیستن، فقط ایمانشون ایمان زبانی هست. و جالب اینجا است که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی منافقان هم انسانهای ظاهر و صلاحی بودند، می اومدن برای نماز و اگر نمی اومدن نماز نمی خوندن اصلا دیگه لو می رفتن، در واقع همه می شناختند که اینها منافق هستند. و این نقطه‌ای که در اینجا وجود داره، مسلمانی رو که از نظر ظاهری عامل بر دین اسلام نباشه، شاید ما نبینیم که میاد در مسجد، شاید در جلوی دید ما نماز نخونه، شاید که ما نبینیم که بسیار از شعائر اسلامی رو در واقع انجام میده. آیا میتونیم بگیم که این منافق هست؟ به هیچ عنوان ما نمیتونیم یک مسلمان رو بر اون حکم بکنیم که این منافق هست یا اینکه کافر هست یا مشرک هست. وقتی که کلمه گوی لا اله الا الله هست یا میآید نماز میخواند، این خودش دلالت بر مسلمانی دارد. و این تقسیمی که در ابتدای قرآن اومده، این تقسیمی هست که بنابر اعتقاد هست. اون منافقان منظور از منافقانی هستند که در عقیده منافق بودند، یعنی اصلا ایمانی نیاوردند. و مسلمانانی که امروزه هستند بالفرض این که یک نوع التزام 100% نداشته باشند به دین مبین اسلام، نمیشود اینها رو گفت منافق. حتی در روایاتی که ما داریم که مثلا آیت المنافق ثلاث، نشانه منافق 3 چیز هست که یکی از اونها مثلا دروغ گفتن است، منظور از اینها نفاق عملی هست، یعنی ظاهر عملشون مثل منافق هست، نه اینکه اینها منافقند تو مثل منافقان در جهنم میافتند و بسیار خالدن مخلدن در اونجا میمونند. پس بنابراین منظور از آیه منافقین اعتقادی هستند که یعنی کفار که بدتر از کفار هستند، هیچ تفاوتی با کفار ندارند. و مسلمانی که کلمه گوی لا اله الا الله باشه، به هیچ عنوان نمیتونیم بر اون لفظ نفاق یا مشرک و کافر رو اطلاق بکنیم. خیلی ممنون. بیننده دیگر که سوالشون این بود آیا اذکار بعد از نماز، تسبیحاتی که خونده میشه مناسب تره که متصل بعد از فرض خونده بشه یا بعد از سنن رواتب؟ از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین از لحن روایاتی که در این زمینه وجود دارد، این برداشت میشه که اذکاری که بعد از نماز هستند متصل با نماز فرض هستند، یا به تعبیر دیگر اینا رو تعقیبات میگویند یا اذکار بعد از نماز، که یعنی این که متصل بعد از نماز باشند، چه بعد از اون نماز سنتی وجود داشته باشه یا اینکه سنتی وجود نداشته باشه. زیرا که در روایات در این زمینه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره تحلیل مثلا یا اذکاری که بعد از نماز بودند، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یهلل بهن دبر کل صلات، که دبر کل صلات یعنی مستقیما بعد از هر نماز ذکر شده. یا در باره تسبیحات فاطمی که حدیثش رو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده، فرمودن من سبح الله دبر کل صلات، بنا بعد از هر
نماز. دوبار به معنی پشت هست، یعنی بعد از نماز متصلا این اذکار را به اصطلاح بخونند. از نظر اون گونه که عرض کردم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این بوده، بعد از اینکه نماز تمام میشد 3 مرتبه استغفار میکردند با صدای بلند، یعنی حتی مردم مثلا میشنیدند، کسانی که در مسجد بودند، اصحاب هم یعنی با صدایی که هم بغل دستیشون میشنید که به صورت کلی این فضای مسجد و اون آرامش قبلیش در واقع تغییر میکرد. استغفر الله استغفر الله و استغفر الله. چه بعد از نماز فرض، نماز سنتی وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد، در هر دو صورت بهتر و اولاتر، نزدیکتر به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که اذکار رو متصلا بعد از نماز فرض بخونن. منتها اگر کسی نتونست بخونه، کاری داشت یا عجله داشت میخواد از مسجد بیرون برود، ابتدا مثلا سنت رو خوند بعد از این دوباره خوند، این باز هم انشاءالله که این ثواب رو دریافت میکنن. اما اون چیزی که از سنت رسول الله فهمیده میشه و از لحن این روایت این است که باید متصل به نماز باشه. خیلی ممنون. نماز وتر چگونه خونده میشه؟ بیننده دیگری که پرسیده بودن و در بحث تشهد بیشتر بحثشون بود که اختلاف در بین فقها هست در بحث 2 تشهد 1 تشهد. نماز وتر در واقع یک نمازی هست که کیفیت‌های متفاوتی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. از 1 رکعت به بالا حتی تا 11 رکعت در احادیث و روایات از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که صلات اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعتا واحده توتر له ما قد صلی. 2 رکعت نماز لیل هست، قیام اللیل و نماز تهجد هست. وقتی که انسانی ترسید که مثلا نماز صبح وقت صبح فرا میرسد 1 رکعت بخوند و بعد از اون در واقع این 1 رکعت میشود وترش. روایت متعددی در این زمینه وجود دارد. الوتر رکعت فی آخر اللیل یا در سنن ابو داود روایت دیگری در این زمینه هست که دلالت میکنند بر این که ابتدای وتر یا حداقل وتر 1 رکعت هست، 1 رکعت هست، 3 رکعت هست، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت و هر اندازه‌ای که انسان بتونه نماز بخونه. این همه اینها از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر حدیثی که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در صحیح بخاری روایت کرده نماز می‌خوندن 4 رکعت 4 رکعت که لا تسأل عن حسنهن و طولهن و در آخر می‌فرماید ثم صلى ثلاثا 3 رکعت رو می‌خوندن. یعنی بیشتر عادت رسول الله صلی الله علیه و سلم این بوده که 3 رکعت رو در آخر به عنوان نماز وتر می‌خوندن. این نماز وتر به اصطلاح 3 رکعت هم فقها اختلاف نظر دارن درباره کیفیتش، یعنی صورت‌های متفاوتی هست. عمومی ترین و که از دلایل بیشتری هم در این زمینه وجود دارن این است که نماز وتر 3 رکعت هست با 2 سلام هست، یعنی 2 رکعت رو بخونند سلام بدهند و بعد از این 1 رکعت دیگر بخونند و سلام بدهند که مجموعاً اینها 2 رکعت شفع و 1 رکعت در واقع وتر میشوند. این بیشترین عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه این گونه بوده. منتها در مذهب احناف مانند نماز مغرب همین در واقع به این کیفیت هم بیان شده که 3 رکعت رو با 1 سلام بخونن مانند نماز مغرب. این مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. اما مذاهب بقیه علما که با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم سازگاری بیشتری داره این است که 3 رکعت رو با 2 سلام بخونن. درباره ازدواج‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهر سوال داشتن و تفاوت سنی ازدواج رسول صلی الله علیه و سلم بیشتر با عایشه صدیقه و همچنین تفاوت سنی سیدنا عمر با ام کلثوم رضی الله عنها. آیا این فرمودن که در زمان اون ازدواج ها در زمان رسول صلی الله علیه و سلم و سیدنا عمر، آیا این از لحاظ عقلی تعبیر خودشون این بود مورد قبول بود در جامعه اون زمانه و این رو کسی عیب نمیدونست؟ در زمان مثلا آغاز اسلام یا حتی مثلا امروزه هم در بسیاری از جوامع در کشورهای عربی این مسئله کاملا مورد پذیرش و مورد قبول هست که ازدواج یک فردی که مسن باشه با دختری که سنش مثلا کم باشه. و ازدواج های رسول الله صلی الله علیه و سلم هر یکی یک فلسفه خاص و جداگانه رو داشتند که از نظر عملی وقتی که ما الان وقتی که نگاه میکنیم میبینیم بیشترین تعداد روایات رو ما از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ما داریم.
از بیشترین روایاتی که هست بالغ بر 2000 روایت از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت شده و این دلیلش هم یک از دلایلش این است که چون که مدت زمانی رو بیشتری رو با رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع بودند و اضافه بر این بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر طولانی تری رو در واقع داشتند و این سبب بوده، فرصتی بوده که مسلمانان دین خودشون در واقع از همسر رسول الله صلی الله علیه وسلم بگیرن. پس بنابراین این از نظر عقلی وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم با حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که کوچکترین از نظر سنی خردسال‌ترین همسریشان بودن میبینیم که عملاً بیشترین تعداد روایت از ایشون ذکر شده و تا مدت طولانی بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع حیات داشتن. این بزرگترین فلسفه‌ای هست که فلسفه تعلیمی در واقع به این گفته میشه. اما از نظر عقلی میبینیم که هیچ گونه تضادی در اینجا وجود نداره. میبینیم که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و همچنین بقیه همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم کاملا خوشبخت بودند و این ازدواجات چه در میان رسول الله و همسرانش یا افراد دیگری که در اون زمان ازدواج میکردند که تفاوت سنی زیاد بود با رضایت دو طرف انجام میگرفت. این در حق محرز و مسلم هر انسانی هست. حتی در کتاب‌های فقهی در میان شیعه و در میان سنی بحث رو این داریم که اصلا دختری که هنوز به بلوغ نرسیده وقتی که ولیش اینو به ازدواج یک فرد دیگری در بیاره در نظر شرعی کاملا جایز هست، هیچ گونه اشکالی رو در این زمینه ندارد. و در جامعه اون زمان واقعا هم این گونه بوده، ازدواج‌هایی که صورت می‌گرفته سن ازدواج بسیار پایین بوده، چه در میان دختران چه در میان در واقع پسران. و نقطه جالبی که در اینجا هست اگر اشتباه نکنم عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه تفاوت سنیش با پدرش فقط 11 سال بوده. عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه با پدرشون فقط 11 سال تفاوت سنی داشتند. این نشانگر این است که در واقع یعنی سن ازدواج بسیار پایین بوده. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه یک نقل قول میکند، یک مطلبی رو نقل میکند، میگه من یک مادر بزرگ 21 ساله دیدم. مادر بزرگ 21 ساله. خب این واقعا یعنی برمیگرده به این که واقعا سن ازدواج در جامعه عرب اون زمان کاملا پایین بوده و هیچ جایی برای اشکال و ایرادی وجود نداشته و امروزه هم در بسیاری از جوامع عربی حتی غیر عربی هم در اروپا هم داریم. بله در اروپا، در کشورهای دیگری، در افغانستان، حتی در ایران خودمون این موارد هست. ازدواج صورت میگیره با اینکه دختر میبینیم بسیار خردسال هست و داماد که میبینیم که سنش بسیار مثلا هم بالا باشه و این نه از نظر عقلی اشکالی داره و هم نه از نظر عرفی در بسیاری از جوامع و نه هم از نظر شرعی. جناب استاد، من به خاطر آمدم اتفاقا چند مدت پیش در اینترنت جستجو میکردم، کوچکترین پدر بزرگ و مادر بزرگ دنیا انگلیسیان و 23 یا 24 سال سن دارن. 23 یا 24 سال در همون تاییدی که امام شافعی فرموده. حالا امام شافعی در قرون اولیه فرمود، در ما در قرن 21 در اروپا هم هنوز که به هر حال این مسئله عادی هست و داریم. استاد اگر مختصرتر جواب بفهمید که ما به پاسخ حداقل سوالات کس برسیم و درباره سنت هایی که بعد از نماز جمعه خونده میشه، برادری که پرسیدن بعضی ها میخونن، درباره آیا سنتی هست نیست و کیفیت خوندنش. درباره سنت بعد از نماز ظهر من فکر نمی کنم اختلافی وجود داشته باشه در میان فقها درباره این که بعد از نماز جمعه سنت وجود داره. بل اتفاق تمام مذاهب و تمام علما در این زمینه متفق القول هستند که بعد از نماز جمعه نماز سنت هست و انسان باید این نمازهای سنت بعد از نماز جمعه رو میتواند بخواند و منتها درباره تعداد رکعاتش یعنی روایات مختلفی وجود داره. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یک روایتی رو دارن در صحیح مسلم هست که اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها 4. کسی که نماز جمعه را خوند بعد از آن 4 رکعت نماز بخواند که این نماز سنت است و این حدیث صحیح است، در صحیح مسلم هست و حدیث دیگری هم در این زمینه وجود دارد که متفق علیه هست. امام بخاری و مسلم اون روایت کردن از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم ان النبی صلی الله علیه و سلم کان لا یصلی بعد الجمعه حتی ینصرف. ایشون بعد از نماز جمعه نمازی رو نمیخوندن تا زمانی که میرفتن برمیگشتن فیصلی
یصلی رکعتین فی بیته، در خونهشون میرفتن 2 رکعت رو میخوندن و از نظر اصلی و از نظر به اصطلاح اساسی نمازهای سنت رو بهترین است که در منزل بخونن. پس بنابراین با توجه به حدیثی که حضرت ابو هریره روایت کرده 4 رکعت نماز سنت ما داریم بعد از نماز جمعه و با توجه به حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه رسول الله 2 رکعت نماز سنت رو میخونن در داخل منزل خودشون. از عمل ایشان 2 رکعت ثابت هست و از قول ایشان و تشویق ایشان 4 رکعت هم ثابت هست و برخی از فقها هر دوتا رو جمع کردن یک جا که هر یکی میتونه اگر در مسجد میخونه میتونه 4 رکعت بخونه، در منزل رفت دوباره میتونه 2 رکعت بخونه، چه 2 رکعت بخونه چه 4 رکعت بخونه چه 6 رکعت بخونه، از دیدگاه تمام فقها این جایز هست و هیچ اشکالی رو نداره. اما من فکر میکنم که سوال این بینندمون بیشتر برمیگشت به این مطلب که برخی در نماز جمعه بعد از نماز جمعه 4 رکعت نماز احتیاطی نماز ظهر رو میخونن، یعنی بلند میشن نماز فرض دوباره به جای نماز، یعنی به عنوان نماز فرض، یعنی 4 رکعت نماز ظهر را که نخوندن نماز جمعه رو خوندن، در واقع 4 رکعت نماز احتیاطی ظهر رو در اینجا میخونن، نماز جماعت میخونن. این هیچ گونه اصلی در شریعت اسلامی نداره و اون چیزی که در روز جمعه ثابت هست خوندن همون 2 رکعت نماز جمعه هست و 2 رکعت با جماعت بله. و نماز جمعه انفرادی ما نداریم که مثلا زن در خونه نشسته باشن نماز جمعه رو فقط 2 رکعت بخونه. زنان و کسانی که نمیتونن به نماز جمعه برن در روز جمعه باید نماز ظهر را بخونن 4 رکعت مانند بقیه روزها. اما کسانی که رفتن در مسجد در جماعت شرکت کردن تونستند که شرکت بکنن 2 رکعت بخونند و اجازه ندارند و جایز نیست که 4 رکعت دیگر به عنوان نماز ظهر، نماز فرض ظهر، اونم به عنوان 4 رکعت احتیاطی بخونن، چون این چیزی اصلا در شریعت اسلامی اصلی نداره. فقط اون چیزی که در روز جمعه واجب هست همون 2 رکعت نماز جمعه هست، نماز ظهر دیگه واجب نیست مگر برای کسانی که نتونستند که به نماز جمعه برسن. خیلی ممنون. اقسام وطن در سفر، بیننده عزیزی که پرسیدن احتمال منظورشون از این بود که کسی که مسافر میشه و اقامت میکنه جایی، حالا اقسام این اقامت ها چطور است و تاثیرش در مسئله شرعی در اینجا یک وطن اصلی ما داریم. وطن اصلی یعنی زادگاه انسان که وطن اصلی هست و در اونجا در واقع به دنیا اومده و اونجا بزرگ شده و هنوز هم زندگی میکند و در اونجا و وطن اصلیش هست. وطن اصلیش هست که در اونجا در واقع زندگی میکند، خونه دارد در اونجا، فامیل دارد، همشون در اون وطن اصلی خودشون هستن. زادگاه انسان این تعبیر میشه در میان فقها وطن اصلی و بعد از این یک وطن اقامتی داریم. وطن اقامت یعنی محلی که شما الان برای اقامت خودتون برگزیدید. این هم 2 حالت داره. یک حالتش این است که شما برای 1 ماه مثلا، برای 1 سال، برای 2 سال، برای 10 سال تا زمانی که مثلا دوره تحصیلی تمام بشود یا تا زمانی که در اینجا کارمند هستید در یک شهری سکونت کردید، این میشود وطن اقامت. وطن اقامت فعلی هست. وطن اصلی، اگر یک شخصی وطن اصلیش را فرض کن در یک روستا به دنیا آمده، الان در اون روستا هیچ کاری رو ندارد، به صورت کلی از اون روستا یا از اون کشور مسافرت کرده رفته یک روستای دیگر، یک شهر دیگر، در اونجا برای خودش منزل درست کرده و اونجا اصلا نشسته. همه میدونند که فلانی فلان روس اهل فلان روستا نیست، فعلا اهل این شهر است. اون وطن اصلیش در واقع منتقل شده. اون زادگاه اصلیش اون وطن اصلیش حساب نمیشه. وطن اصلیش فعلا اون شهری است که در اون برای همیشه نشسته و تصمیمش این است که من در اینجا ساکن هستم. این میشه وطن اصلی، چه زادگاه انسان باشه چه شهری باشه که به صورت کلی به اون شهر نقل مکان کرده و الان به نام اون شهر در واقع شناخته میشه و تصمیم داره که برای همیشه در اون شهر بمونه. این میشه وطن اصلی. وطن اقامت این است که انسان میرود برای کار، میرود برای تحصیل، میرود یا برای تفریح، میرود در یک جای فعلا موقتا در اونجا سکونت کرده. وقتی که در اینجا سکونت کرده این میشه شهر اقامتش، شهر اقامت. و یک تعبیر دارند فقها در اینجا که شهر این وطن اقامت با مسافرت از بین میره. یعنی شما رفتید در یک شهری برای 1 ماه زندگی کردید، بعد از 1 ماه دوباره مسافرت کردید، اون شهر الان دیگه فعلا وطن اقامت شما نیست، تمام شد. وطن اصلیتون سر جای خودش هست، اون زادگاه و اون جای خونه دارید، برای همیشه موندید. اون وطن اصلی با وطن اقامت باطل نمیشه. شما با این که بروید در یک شهر دیگر موقتا زندگی بکنید، وقتی که برگشتید به وطن اصلیتون در اینجا مسافر نیستید، در اونجا مقیم هستید، نماز رو باید کامل بخونید. اما فرض کنید رفتید در مشهد 1 ماه اونجا موندید،
به عنوان کار بود، به عنوان تفریح بود، به عنوان تحصیل بود. بعد از 1 ماه از اونجا مسافرت کردید رفتی تهران. بعد از این وقتی که دوباره برگردید به مشهد در اونجا مقیم نیستید. اون وطن اقامتتون وقتی که از این شهر بیرون رفتی اونم باطل شده، مگر در صورتی که دوباره نیت اقامت داشته باشید که من در اونجا برای بار دوم برای مدتی در اونجا اقامت میکنم. در این صورت مقیم خواهید بود، در غیر این صورت همون حکم مسافرت است. خیلی ممنون جناب استاد. بیننده دیگری که درباره برهارون ظاهرا ایشون از برادران اهل تشیع بودن که اعتراض داشتن که شما اهل سنت چرا در نمازتون بسم الله نمیگید. برادر بزرگوار، به هر حال ما بسم الله رو که همه اهل سنت تلاوت میکنن در ابتدای نماز، اینکه حالا شما میگفتید چه کاری بلند بگید، ما دستورات دینیمون رو از شما نمیگیریم قربان، و از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیریم و از صحابه و از قرآنش، و دلایل زیادی اهل سنت در این باره دارن و اما بلا استثناء بر بسم الله الرحمن الرحیم ذکر میشه. حتی بعضی از مذاهب بلند هم ذکر میکنن. و اینکه شما فرمودید که چرا شما سوره اخلاص رو نمیخونید که امیرالمومنین همیشه این رو میخوندن، قل هوالله احد رو میخوندن و ما ندیدیم که شما بخونید. ما به خاطر اینکه اگر شما ببینید که علمای شیعه و مراجع شیعه فقط سوره اخلاص رو میخونن، اذا جاء و انا اعطینا و انا انزلنا، خب چیزی دیگه بلد نیستن غیر از این، حفظ نیستن چیزی دیگه بیشتر از این. و خب در فقه شیعه هم ما داریم که حتما باید یک سوره کامل خونده بشه در یک رکعت، این که خب به هر حال خودتون آشناترید به این موضوعات، و اگر کسی سوره کامل نخوند باطل میشه نمازش حتی. و ما اهل سنت این چیز رو نداریم، چون الحمدلله اکثر ائمه ما حافظ قرآن هستن و کل قرآن رو مسلط هستن و از همه جای قرآن تلاوت میکنیم، ولی 1 آیه 2 آیه 3 آیه. و اینکه شما چرا ما قل والله رو نمیخونیم، شما بگید چرا شما غیر از قل والله چیز دیگه ای نمیخونید، قرآن که فقط سوره قل والله نیست، شما باید جواب بدید. اما اینکه گفتید در صحیح بخاری افضل الصلات گفتید که اطولها قنوتا، همچین لفظی در بخاری نیست، همچین حدیثی در بخاری نیست، و به هر حال شما با سند بیاید بر این موضوع. و یک روایتی رو ما در صحیح مسلم داریم که اونجا اطولها قنوتا ذکر میشه، افضل الصلات اطولها قنوتا، به خاطر اینکه قنوت در قیام خونده میشه و به معنای اطولها قیاما هست. و قنوت هم اهل سنت در نماز وترشون قنوت دارن و هر روز خونده میشه. و مسئله فقهی است که شما به هر حال اون مسئله رو، ما احادیث خودمون رو به ما شرح ندید، ما احادیث خودمون رو بهتر از شما فهمیدیم و بهتر میدونیم که معنا و مفهومش چی هست. جناب استاد، درباره شبکه آقای ملازاده خواهری که پرسیدن من سوال کردم، احمد جان اگر فرکانس شبکه جناب استاد ملازاده رو هم زنیس بکنید که بینندگان عزیزی که احیانا فرکانس جدید رو ندارن بتونن یادداشت بکنن. این فرکانس جدید هست که زیرنویس شد، میتونید از این فرکانس از این بعد کانال آقای ملازاده رو مشاهده بکنید. و استاد وقت مغرب خانه رو جارو نزنید، ما وقتمون کمتر از 5 دقیقه مونده فکر کنم. وقت مغرب خونه رو جارو نکنید. نه، هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود نداره. آیا اصلا معنی وجود داره برای اینکه یه وقت خاصی وجود داره؟ اصلا معنی در این زمینه وجود نداره و هر وقت که شبانه روز بخوان در منزل نظافت بکنن، جاری بکنن، جایز هست و هیچ اشکال و ممنوعیت شرعی رو نداره. بعضی میگن فلان روز ناخن نگیرید، از این موارد ما داریم. نه، چنین چیزی اصلا، یعنی تعیین به اصطلاح زمان یا مکان که اینها رو برخی رو به عنوان اوقات نامناسبی، مکان نامناسبی برخی اعتقاد دارن، چنین چیزی اصلا در شریعت اسلامی وجود نداره و معتقد بودن هم به این موارد جایز نیست. خانومی که قصد داشته باشه فرزند دومای خودش رو سخت بکنه به هر دلیلی، آیا این اجازه رو داره؟ اگر واقعا یعنی پزشک حاذقی و این تشخیص داده بشه که موندن این بچه به معنی تلف شدن مادر هست، در این صورت جایز هست، میتونه سخت بکنه. اگر به خاطر ترس از تربیت و نه، به خاطر ترس از تربیت باشه، به خاطر ترس از نان و نفقه باشه، به خاطر ترس از در واقع سختی های تربیت باشه، به هیچ صورت سخت جنین جایز نیست. فقط در صورتی که این منجر بشود به بیماری طولانی مادر یا به تلف شدن مادر، در این صورت جایز هست، میتونه سخت جنین بکنه. در غیر این صورت این در واقع به معنی قتل نفس هست. و ایشون که پرسیدن آیا کسی حق داره خانمی که به هر حال جلوگیری بکنه و با بستن به هر حال دهنه رحم از فرزنددار شدن، 4 فرزند هم ایشون دارن و مریض هم هستن. من از نظر اگر بازم به خاطر اگر بیماری مادر باشه که نمیتونه در واقع زایمان بکنه و در واقع برایش مضر هست،
پزشک متخصص باید نظر بده. این باید نظر بدن و از نظر شرعی اشکال نداره که یعنی دوران به اصطلاح حاملگی رو حامل شدن رو در واقع به تأخیر بندازن، برای این که مثلا فرزند اولشون فرض بکنیم که حق رضاعتش کامل بشه، 2 سال کامل رو کاملا شیر بخوره، یا این که مادر بهتر بتونه به اون در واقع فرزندش برسه. از نظر شرعی اشکال نداره که بحث تأخیر انداختن شاید نباشه استاد. اگر کلا بستن کنه برای همیشه، اگر بحث نازایی مطرح بشه نه به صورت کلی که برای همیشه یعنی چون این کاری رو بکنن، فقها چون این اجازه رو ندادن، حرام. اگه پزشک تشخیص بده که از این بعد نمیتونی و کلا بحث استثنایی هست، در صورتی که پزشک یعنی به این نتیجه برسه که این فرزندان همیشه به اصطلاح به صورت طبیعی به دنیا نمیان یا برای مادرش یعنی ضرر و زیان داره و امکان داره طلب بشه، در این صورت هیچ اشکالی رو نداره. اما در حالت عادی که زن و شوهر هر دو تا سالم هستند و هیچ گونه در واقع آفتی و آهی در واقع ندارن، به تأخیرش جایز هست، تأخیر انداختن به اصطلاح راه مختلفی که داره، انواع مختلفی که وجود داره. اما به صورت کلی تعطیل کردن که به هیچ عنوان بچه نیارن، این در واقع جایز نیست. خب بسیار از خواهرانی که مشغول حفظ قرآن هم هستن این سوال رو پرسیدن که در ایام به هر حال بیماری ماهیانه آیا اجازه تلاوت قرآن رو دارن یا نه؟ بله، برای خانم‌هایی که مجبور هستن میخوان تلاوت بکنن به عنوان یک تعبد در این ایام که انگیزش هم حفظ قرآن هست یا مثلا اذکار و اورادی هست که در واقع میخونند، یا این که آموزش هست میخوان به فرزندان خودش آموزش بده، یا خودش میخواد که یاد بگیرد، یا همون قبلا هم ذکر کردم و در سوالم اومده بود که به عنوان اذکار هست معوذتین را بخونن، آیت الکرسی رو به عنوان اذکار و در واقع حرزی بخونن، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و در این موارد جایز هست. دست زدن به مصحف به نسخه اولاتر و بهترینه که دست نزنند، این چون که از نظر عملی هم کاملا امکان پذیر هست که میتونن بدون اینکه دست بزنن مصحف یا حداقلش با یک حائلی با پارچه‌ای با دستکش این کار رو بکنن، در واقع کاملا خوندن قرآن میسر هست و اشکالی نداره. فقط به خاطر این گرچه در این زمینه فقها به اصطلاح اختلاف دیدگاه دارند، برخی به صورت کلی جایز میدونن، به صورت کلی چه نیازی باشد چه نیازی نباشد، میگویند که زن در حالت عادت ماهیانه، چون که یک چیز ارادی نیست و یک امری هست که احتمالاً به طول بیانجامه، یک هفته شاید بیشتر از یک هفته، پس بنابراین برخی از فقها گفتند که مطلقاً جایز هست. اما قول اکثر علما که در این زمینه هست و اکثر مذاهب اسلامی این است که در صورتی که نیاز باشه برای آموزش که خودش یاد بگیرد، به دیگران آموزش بدهد، برای تکرار و مراجعه اون محفوظات خودش باشه، یا برای در واقع دفع شیطان باشه به عنوان اذکار خونده بشه، جایز هست و هیچ اشکالی رو نداره. و میانه ترین قول در این زمینه این هست، یک گروه از علما به صورت مطلقاً جایز میدونند و گروه دیگر مطلقاً ممنوع میدونند. در هر حالت قول معتدل و میانه که در این زمینه هست این است که در صورتی که نیاز باشد، مواردی که من ذکر کردم، هیچ اشکال شرعی نداره. بهترینه که با دستکش نبرن. برادری که پرسیدن نیت وضو به چه شکلی باشه؟ آیا نیاز است برای هر وضو نیت بشه یا قبل از نماز اذان باشه حتما وضو، بعد از نماز آیا میشه با هر وضوی همین نمازها رو خوند بعد از چند نماز؟ وضو این حتما باید همراه با نیت باشه. یعنی انسان، یعنی فرض بکنید یک فردی مثلا میرود ناخواسته وضویش به اصطلاح یعنی اندام وضو و اعضای وضوش مثلا شسته بشه، دوش میگیره، یا اصلا کسی دیگر مثلا روی دستش سر صورتش آب میریزه به صورتی خودش نمیخواد و منظور و هدفش هم این نیست که طهارتی رو حاصل بکند و پاک بشود که بتواند نماز بخواند یا قرآن یا اینکه طوافی رو در واقع انجام بده. حتما باید نیت باشه بنابر حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله که انما الاعمال بالنیات، این جزء شرایط وضو هست و نیت وضو اون انگیزه قلبی هست که شما بلند میشید میرید وضو میگیرید به خاطر اینکه نماز بخونید، همین کافی هست. لازم نیست که یک جمله رو، عبارتی رو بر زبان خودتون تکرار بکنید یا بر زبان بیاورید. همین انگیزه که بلند میشید وضو میگیرید به خاطر نماز خوندن، این در واقع نیت وضو هست و نیت دیگری لازم نیست. و با یک وضوی شرعی
این وضوی شرعی که به خاطر حصول طهارت بوده. گاهی وقت انسان بلند می شود وضو میگیره به خاطر اینکه یکی بدنش خنک بشود، این وضوی شرعی نیست. با این وضو نمیشه نماز خوند. فقط وضویی که با انگیزه عبادت باشه، با انگیزه طهارت باشه، میتونن نماز بخونند. با یک وضو میتونه هر مقدار که بتونن میتونند که نماز بخونند، قرآن بخونند، تواب بکنند. یک نماز فرض رو حتی چندین نماز فرض رو در طول روز اگر تونست که وضویش به اصطلاح سالم مونده بود بخونه، هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود نداره و جایز است. گرچه وقت ما به تمام رسیده احمد جان، اگر یکی دو دقیقه ما وقت بدی که فقط سوالی بینندمون کامل بشه، بخش دوم سومش هم بحث مس سر نیاز به دست، نیاز هست که از اول دست رو تر بکنیم برای مس یا با همون دست نیست، با همون خیسی که قبلی در هنگام وضو بوده جایز هست، میتونند که سر رو مس بکنن. اما اولاتر این است که آب جدیدی رو استفاده بکنن، دست رو دوباره خیس بکنن، این اولاتر است. اما اگر با همون اعضایی که مثلا قبلا وضو گرفته بود و دستش خیس بود مس بکنه، هیچ گونه اشکالی وجود نداره و هیچ گونه کراهتی رو هم نداره. بخش سوم سوالشون در تشهد به جای اینکه بگیم السلام علیک ایها النبی، اگر بگیم السلام علی النبی یا اشکالی داره؟ هر دو تا جایز هست، هیچ اشکالی نداره. و اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم دادن حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه این بوده که السلام علیک ایها النبی، و این به عنوان یک تعبد هست، به عنوان یک تعبد از دعایی هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و در غیر زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به همون صورت مانده. این نظر بیشتر فقها در این زمینه هست، زیرا که در اون زمان هم کسانی که در زمان رسول الله بودن، در مسجد النبی بودن، اینو میخوندن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، و هم اونهایی که خارج از مدینه بودن، اصلا جایی نبود که رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا صدای اونها را بشنود، باز هم به همین کیفیت میخوندند. و این یک نوع دعایی هست و یک نوع تعبدی هست، ما باید به این صورت بخونیم. منتها روایتی هم وجود داره از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه که ما در زمان رسول الله این گونه میخوندیم و بعد از رسول الله میگفتیم السلام علی النبی که به صورت غایب باشه، که در زمان ایشان به صورت خطاب بود، مخاطب قرار میدادیم، و بعد از ایشان به صورت در واقع بدون صیغه خطاب میخواد. دو تا جایز هست، هیچ اشکالی رو نداره. خیلی ممنونم جناب استاد. اما خب هیچ کدام منظوری نیست که وقتی که میگن السلام علیک ایها النبی که رسول صلی الله علیه و سلم خودشون میشنون یا حاضر و ناظر؟ نه بحثی نیست، فقط یک نوع دعایی هست و درودی هست که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خوندیم. خیلی ممنونم جناب استاد، لطف کردید از اینکه وقتتون در اختیار ما من یک سوال دیگر اضافه داشتید و ظاهرا وقتمون به پایان رسیده و نمیدونم محمد جان یک سوال دیگه هم داریم، هنوز فرصت میدی به ما؟ محمد جان میگه که اجازه هست، سوالو تموم بکنید دیگه. این سوال درباره تقسیم زکات بود. بله اینو من از قدم من افتاد. بله کاملا درست سوال کرده بودند که زکات رو به چه کسانی در واقع مصارف زکاتی، مصارف زکات رو الله متعال در قرآن کریم برای ما تعیین کرده، سوره توبه که الله متعال میفرماند انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه الی آخر، که در واقع 8 گروه هستند کسانی که مستحق زکات هستند. زکات به اونها تعلق میگیره. میتونیم ما زکات اموال خودمون رو بین افراد بدیم. اول فقرا هستند و کسانی که فقیر هستند و کسانی که مسکین هستند. این یک تفاوت کوچیکی رو ذکر کردند فقها که یعنی فقیر چه کسی هست، مسکین به چه کسی هست. به هر صورت یعنی اون معنی مجموعی اون کسانی که نیازمند باشند، چه مالی رو اندک مالی رو داشته باشه کفایت نمی‌کند، چه به صورت کلی اصلا مالی رو نداشته باشه. پس بنابراین فقرا و مساکین و العاملین علیها اون کسانی که کارگزار هستند، در زمان حکومت اسلامی میرفتن جمع میکردن زکات رو. حکومت اسلامی میتونه به عنوان مزد از این مال به اونها بدهد. و برای تعلیف قلب این اومده در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک مثلا بزرگان کفار و قریش رو میخواستند که اونها رو مسلمان شده بودن به خاطر اینکه مطمئن‌تر بشن بر دین مبین اسلام، دلشون بیشتر به دست بیاد، از این مال میدادن. برای آزادی برده هست که امروزه این موردی رو نداره. یا برای کسانی که غارمین هستند، زیر بار وام رفتن، یا برای کسی که مسافر هست و فی سبیل الله هست، یا برای جهاد که هم میتونند این موارد رو مصرف بکنن. و امروزه هم برای آزادی زندان و مواردی که از این قبیل هست که نمیشه که جزء آزادی رقاب یا غارمین اینو حساب کرد. این مواردی هست که پرداختن زکات به این موارد جایز هست و خود فردم میتونه که چه به یک نفر بده، چه به چندین گروه از این افراد بده. در هر دو صورت این زکاتش پذیرفته هست و از گردنش ادا میشه. خیلی ممنونم جناب استاد. صحبت پایانی شما با بینندگان هست. من
عرض دیگری ندارم، فقط آرزوی سلامتی برای تمامی بینندگان و هدایتی هست که انشالله الله متعال به تمام مسلمانان نصیب بگرداند و ما را تا آخرین لحظاتی که در دنیا باقی میگذارد ما را بر دین مبین اسلام انشالله ثابت قدم نگه بدارد. آمین. همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ما رو یاری فرمودید. در طول هفته میتونید از طریق پیامک کانال سوال فقهیتون رو برای ما ارسال بکنید، همچنین از طریق ایمیل فتوا. و تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.